بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان هستیم و به همراه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان، استاد محترم علوم اسلامی، که من خدمت جناب استاد عرض سلام و ادب دارم. حیاکم الله. خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و همچنین بینندگان عزیز ان شاء الله خواهم بود. بارک الله فیکم. جناب استاد، ما در هفته‌ای که گذشت در مورد وجود امام زمان در نزد شیعیان و یکی از اشکالات بزرگ این امام که ذکر اسمش کفر است صحبت کردیم و جناب شما مطالب مهم رو از کتب اینا نشون دادید که آنجایی هم که ذکر شده میم ها میم دال ذکر شده و مثل به اصطلاح شماره ماشین ها و هر کیم که ذکر بکنه اسم ایشون رو این شخص کافر میشه. و اینم بیان شد که به طور مفصل که کسی که میخواد امام باشه، حاکم باشه، ولی امر مسلمان ها باشه و اسمش کسی ببره کافر میشه، ذکرش کسی بکنه کافر میشه، کسی که با ایشون ادعا بکنه که ایشون رو دیده این شخص کافر میشه، چه سودی و چه نفعی این انسان خواهد داشت. همچنین باب الاشاره و النص الی صاحب الدار را از اصول کافی مورد بررسی قرار دادیم که هیچ روایت صحیح و درستی در این کتاب در این باب وجود نداشت که اثبات بکنه وجود این موهوم خیالی رو. و نکته خیلی مهم که آیا امام زمان واجد شرایط امامت هست یا نه، ایشون لیاقت این رو داره که امام بشه یا نه، این رو هم از کتب خود شیعه نشون دادیم که خود کتاب‌های خودشون طبق روایت‌هایی که دارن اینو ثابت میکنن که ایشون اصلا لیاقت امامت رو نداره، چه برسه به اینکه انتظار ایشون رو داشته باشیم و منتظر باشیم که میان دنیا رو پر از عدل و داد میکنن. نکته پایانی که مورد بررسی قرار گرفت، آیا امام مهدی شیعیان یا همون امام زمانشون به وظایف امامت خودش عمل کرده یا نکرده؟ مهمترین موضوع همین است که هر انسان عاقلی کمی فکر بکنه امروز شیعیان در دنیا به غیر از اهل سنت با هزاران مشکل مواجه هستن. این امام زمانی که مشکلات خود شیعیان رو نتونه حل بکنه و نتونه در مصائب و در جنگ ها و در مشکلات با اونا همکار و همیار باشه، چه به درد میخوره؟ و همون قول قبلا هم که گرفته بودن و کلیپ درست کرده بودن از ما که این امام زمان و امامان اینا نه به درد دنیای مردم خوردن نه به درد دین مردم. قرآن رو با خودشون بردن، دین مردم رو خراب کردن، به درد دنیای مردم هم نخوردن که نتونستن بیان لااقل حکومتی تشکیل بدن و یک سر و سامانی به زندگی شیعیان چه از نگاه سیاسی، اقتصادی، مذهبی و غیره بدن. در این مورد اگر گفتنی دارید از برنامه هفته گذشته تا به موضوع جدید بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اللهم صل علی محمد. مجموعه مطالبی که در هفته گذشته مطرح شد شما خلاصی رو تقریبا خدمت بینندگان بیان کردید و به خاطر اینکه یک حلقه وصلی باشه از برنامه گذشته به برنامه امروز، من مختصرا توضیحاتی رو در این زمینه خدمت شما عرض میکنم. درباره وجود امام زمان برگرفته از خود بحث مهدویت در آغاز این مباحث، بحث مهدویت بود که ما اینو مطرح کردیم در قبل از ماه مبارک رمضان. چندین جلسه در این زمینه ما برنامه داشتیم و درباره ولادتش مباحثی رو ما بررسی کردیم و در کتاب اصول کافی بابی رو که درباره مولد مهدی بود دقیقاً بررسی کردیم. در دلایلی درباره امامت مهدی که در این کتاب وجود داشت همه رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نه ولادت مهدی دلیل صحیح و صریحی رو دارد و نه امامتش، و عملاً هم به اعتراف خود شیعه و به اعتراف روایاتی که در اصول کافی وجود دارند از امام زمان امروزه شیعیان هیچ گونه نفع و بهره‌ای رو، نه همون گونه که شما اشاره کردید، نه دنیوی رو در واقع مستفید شدند و نه اخروی رو.
و امام زمان به اون وظایفی رو که الله متعال بر بندگان مخلص خودش، بر امامان برگزیده تعیین کرده که هدایت مردم هست، بیان دین هست و جلوگیری از خرافات هست و انتشار دین مبین اسلام هست و هدایت و تزکیه مردم هست، عملا امام زمان شیعیان هیچ یک از این وظایف شرعی را، وظایف الهی را که بر دوشش گذاشته شده بوده، هیچ یکی از این وظایف را انجام نداده. من فقط به خاطر این که یک در واقع حسن ختامی باشه مطالب گذشته، فقط نقل قولی رو میآورم از یکی از علما و مراجع معاصر شیعه که در این زمینه اظهار نظر کرده. این کتاب مشرعه بحار الانوار هست. بارها ما اینو خدمت بینندگان عزیز اینجا نمایش دادیم و بینندگان ما با این کاملا آشنا هستند. کتاب مشرعه بحار الانوار را آقای شیخ محمد آصف محسنی در واقع نوشته. آیت الله محمد آصف محسنی یکی از مراجع معروف معاصر هست و در ابتدای این کتاب توضیح می‌دهد که کتاب بحار الانوار یک کتابی هست که یک دریایی هست که پر از در واقع میکروبات هست و پر از مواد ضاره و سمی هست و برای این که شما بتونید که از این بحار و از این دریا بتونید به نحو احسن استفاده بکنید و از این حشراتش و میکروبات و جراثیمش رو محفوظ بمانید، راهش این است که از این مشرعه و از این آبراهی که من نوشتم، من تعیین کردم، از این شما میتونید وارد بحار الانوار بشوید. ایشون اومدن در ابتدای هر بابی روایات معتبر رو از دیدگاه خودش، نه اینکه تعبیرشون روایات صحیح باشه، روایات معتبر رو، یعنی روایاتی که میشود به اونها استناد کرد، اما از اینکه روایات صحیحی باشند یا روایات حسن یا موثقی باشند، به هر صورت روایاتی که میشود از اونها استدلال کرد و این روایات معتبری هستند، این روایات رو ایشون در ابتدای هر بابی کاملا مشخص میکنه. در این کتاب ایشون مطالبی رو ذکر کردن در بابی که درباره ولادت مهدی در اینجا ذکر شده و بعد از ولادتش موارد دیگری رو در اینجا کاملا بیان کرده و تمام این ابواب رو واقعا هم جالب هستیم که ما اگر وقت بود تمام این ابواب رو بررسی می‌کردیم که کتاب‌هایی رو، مطالبی رو که آقای مدرسی در کتاب خودش بررسی کرده، از هر بابی با وجود احیانا بالغ بر 100 روایتی که در برخی از روایات وجود داره، حداقل از 10 ها روایت، 20 30 40 50 روایت که در واقع در این ابواب وجود داره، نهایتا میاد میگه که روایت فلان و فلان و فلان، این دو سه روایتی رو میگه که اینا معتبر هستند و احیانا در برخی ابواب، خصوصا در همین ابوابی که برای زندگانی امام زمان نوشته شده، میگه که هیچ روایتی در این باب به صورت کلی روایت معتبری وجود ندارد. اما من این مطالب رو تمام صرف نظر میکنم و فقط به همین نکته آخری که ایشون اشاره کردن مطلبی رو بیان میکنم. ایشون در صفحه 221 این کتاب و جلد دومش، جلد دوم این کتاب هست، صفحه 221 بابی رو داره آقای مجلسی منعقد کرده، باب 20 علت الغیبت و کیفیت انتفاع الناس به، علت غیبت و کیفیت انتفاع مردم به امام زمان که امروزه چگونه می شود، آیا امکان دارد که مردم از امام زمان بهره و سودی رو ببرند، نفی عاید مردم می شود یا خیر. و نهایتا در صفحه بعدش بعد از یک مطالبی رو در این زمینه ذکر می کند و می گوید که فإن قلت فأي فرق بين قتله و غیبته للمؤمنین، مطالب رو بیان میکنه. نهایتا میگه اگر کسی این سوال رو بکند، از ما بپرسد که چه تفاوتی وجود دارد در میان کشته شدن امام و غیبت امام، برای مؤمنان چه تفاوتی رو داره که امامشون چه کشته بشود یا اینکه وجود داشته باشد اما غایب باشد، قابل استفاده نباشد. فإنهم لم يستفيدوا منه في دينهم حتى في الغيبة الصغرى الاشياء ضئيلا قليلا يمكن فيها الرجوع الى العلماء ايضا. خب یک اعتراض اینه که حتی در زمان غیبت صغرای امام زمان، حتی در زمان غیبت صغرایش که ایشون به صورت کلی از دسترس خارج نشده بودند و امکان ارتباط با امام زمان بود، حتی در اون زمان هم چیزی از ایشان هیچ بهره مردم نبردند الا موارد بسیار اندک و ناچیزی که اینها رو میشه از هر آخوندی پرسید.
مطالبی که ما امروزه از امام زمان 12 شیعه نقل شده، یک بچه طلبه روحانی شیعه و حجت الاسلام هم میتونه به راحتی اینو جواب بده، نیازی به امام نیست. این حرف آقای محسنی هست. حتی فی الغیبة الصغرى الاشیاء ضئیلا قلیلا يمكن فيها الرجوع الى العلماء ايضا فضلا عن الغیبة الكبرى. غیبت کبراش که به صورت کلی ناامید شدن شیعیان و خط ارتباط شده که به جای خودش حتی در غیبت صغرا هیچ گونه چیزی از امام زمان نقل نشده. و کل عاقل عالم بالفقه والمعارف الاسلامیه یعرف عدم الانتفاع فیهما به. هر عاقلی و هر کسی که اندک آشنایی با فقه و معارف اسلامی دارد اینو میداند که عدم الانتفاع فیهما به، در هر دو تا غیبت صغرا و غیبت کبرا هیچ گونه انتفاعی و بهری از امام زمان ما نبردیم. الان این سوالی هست که خودش مطرح کرده و جوابش رو میدن. قلت الامر كذلك، میگم بله واقعا این یک واقعیتش نمیشه انکارش کرد. قلت الامر كذلك بحسب نفع تشریعی، به خاطر در مورد نفع تشریعی بله این گونه هست که ما هیچ گونه نفعی رو نبردیم. نفع تشریعی یعنی این که هیچ یکی از احکام شریعت را ما از امام مهدی نگرفتیم. امامی که باید بیاد برای ما قرآن را بیاورد، قرآن را تفسیر بکند، احادیث پیامبر را برای ما تشریح بکند، احکام فقهی را برای مردم بیان بکند، مردم را هدایت بکند، حق و باطل را از همدیگر جدا بکند، خرافه و اصل و اسلام نو را از همدیگر جدا بکند، خودشون میگویند که بله الامر کذالک، واقعیت هم همین است به حسب نفع تشریعی که در بعد تشریعی و وظایف امامت امام مهدی برای ما هیچ گونه نفعی را نداشته. اما یک مطلب دیگری رو میگه که واقعا یعنی جای بسی تعجب هست که در این زمان هم علمای شیعه اونم مرجعی در حد آقای محسنی چنین ادعایی رو بکنند. این برمیگرده به این که این واقعا عقیده این آقایون هست. میگه که و اما به حسب نفع تکوینی، اما در مورد نفع تکوینی این گونه نیست. و اما به حسب نفع تکوینی و الانتفاع الوجودی فلا سبیل الی انکاره. اما این که امام زمان نفع تکوینی دارد، این نفع تکوینی شاید بینندگان عزیز اینو دقیقاً متوجه نشن. نفع تکوینی یعنی چی؟ نفع تکوینی یعنی این که ایشون در اداره دنیا دخل و تصرف دارن. درسته که در باب امامتش کاری نکرده، برای ما هیچ حکم شرعی رو بیان نکرده، اما جهان رو مدیریت میکنه. اون که آقای رئیس جمهور سابق ایران هم میگفت که فکری بعضی گمان میکنند که امام زمان رفته برای خودش داره استراحت میکنه، تفریح میکنه. ایشون دارن جهان رو مدیریت میکنن. در اینجا آقای محسنی دقیقاً همین حرف میزنه که اما به حسب نفع تکوینی و الانتفاع الوجوبی فلا سبیل الی انکاره. نه اینکه بگه که امکان داره، نه اینکه بگه که ثابت است، میگه اصلا راهی برای انکارش نیست. در ادامه میگه که گرچه خالق و مدبر و متصرف و کسی که قول و قوهش خیلی زیاد هست اون فقط الله متعال هست، اما این امکان دارد که خداوند متعال مخلوقات خودش را، اوصیا را، اولیا را در این زمینه واسطه فیض رحمت خودش و ایصال فیض به مردم بکنند. و هذا امر ممکن عقلا و ثبوتا، که این نه عقلا این امکان داره و نه شرعاً چنین چیزی ثابت است. من به مطلبش کاری ندارم. نهایتاً نتیجه رو در اینجا میگیرند آقای استاد. و هذا الامر ممکن عقلا و ثبوتا. بله میگه و هذا الامر ممکن عقلا و ثبوتا و تدل علیه روایات من طریقنا کما مر و من طریق اهل سنت کما نقل ابن حجر الشافعی بعضها فی سواقی. میگین در روایات ما ثبوتا یعنی از نظر شرعی روایات در این زمین هم داریم و روایاتی از طریق ما یعنی اهل تشیع هم وجود داره و اهل سنت هم به این اعتقادی رو دارند. اهل سنت و الجماعت حاشا و کلا چنین اعتقادی رو داشته باشند که کسانی غیر از خداوند متعال یا فرشتگان موکل خداوند متعال در دنیا دخل و تصرفی رو داشته باشند. ما معتقد هستیم که فرشتگانی رو خداوند متعال اعمالی رو به اونها سپرده، مانند این که ملک الموت هست مسئول قبض ارواح هست، یا فرشتگانی دیگر مانند حضرت جبرائیل پیامبر در واقع فرشته وحی هست و اسرافیل و میکائیل که هر یک وظیفه رو خداوند متعال به اونها داده که باران و فرشته کوه
ها و این موارد. اما در مورد انسان ها اهم از پیامبران و اوصیا و ائمه ما معتقد هستیم هیچ کسی در جهان هستی هیچ گونه دخل و تصرفی رو مطلقاً ندارن. امکان داره یک فردی باشه که صوفی باشه، متأثر از شیعه باشه و غلوی بکنه در پیر خودش. امروزه مثلا معتقد باشن که مثلا پیر من میتونه که مثلا باران بیاره، میتونه که زنده بکنه، میتونه که شفا بده. اما اعتقاد اهل سنت و الجماعت و ائمه ما این است که این موارد خاصه الله متعال هستند. نهایتا ایشون در صفحه بعدش صفحه 223 مطلبی رو در اینجا نقل میکند و آخرین نتیجه هست که میگیرد، میگه ولا يمكن القول بانتفاعنا منه في زمن الغیبة في الامور الدینیه. میگه امکان ندارد که ما این گفته را بگوییم، این ادعا را بکنیم که ما داریم انتفاع میبریم، بهره و سود میبریم از امام زمانمون در زمان غیبت در مورد امور دینی. امکان ندارد که کسی چنین ادعایی را بکند که امروزه ما شیعیان در امور دینی خودمون از امام زمان خودمون بهره رو میبریم الا ممن سلب الله عقله. کسی رو که خداوند متعال عقلش رو گرفته باشه، دیونه باشه، شاید چنین اعتقادی رو داشته باشه که ولی امام زمان امروزه برای ما نفع داره. اما کسانی که عاقل هستند، عقلشون سر جاشون هست، بنابر قول آقای محسنی نمیتونن چنین باور و چنین عقیده رو در واقع داشته باشن. جناب استاد، من گیج شدم. من برای اینکه شما متأکد باشید من این مطلب رو دوباره تکرار میکنم، چون قبلا این حرف در برنامه ایراد شده بود، کلیپ گرفتن پخش کردن که بله آقایون وهابی توهین کردن به ائمه ما و گفتن که این ائمه ما نه به درد دین میخوره نه به درد دنیا میخوره. من تا شما این مطلب رو فرمودید خلاصه قاطیش کردم اینجا. اگر یک بار دیگه ساده تر بگید. ایشون صراحتا میگن هر کسی که بگه که امام زمان امروزه در بعد تشریعی و دینی برای شیعه نفی داره دیوانه هست. یک کلام. بله عبارت عربیش من میخونم ولا يمكن القول بانتفاعنا منه. امکان ندارد، امکانش نیست که ما معتقد باشیم یا اعتقاد داشته باشیم به بهره بردن از امام زمان در زمان غیبت در امور دینی الا ممن سلب الله عقله، مگر کسی که خداوند عقلش رو گرفته باشه، مکلف نباشه میتونه چون این اعتقاد و باوری رو داشته باشه. الان ایشون در چند سطر بالاتر در صفحه 222 اظهار کردن که مثلا نفع تکوینی، بله، یعنی خدا بودن امام زمان رو اگه به زبان عامیانه بگیم خدا بودن امام زمان رو نمیشه انکار کرد. بله. که ایشون تصرف در کائنات میتونه بله، داشته باشه، همون تصرفی که الله سبحانه همون و تعالی تصرف رفع تکوینی خداوند متعال رب هست، پروردگار هست و امور کونی و اداره جهان برمیگرده به صفت ربوبیت الله متعال، یعنی رب مطلق و خالص فقط و فقط الله متعال هست. خب الان جناب استاد این سوال پیدا میشه که من الله سبحانه و تعالی میگه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه عبادت مرا بکنن. عبادت همون امور دینی است که از طرف پیامبران و از طرف شارع برای ما تجویز شده که ما اون امور رو باید انجام بدیم. وقتی که هدف خلقت من رو نتونه امام زمان برآورده بکنه، آیا العیاذ بالله نقصی در خالق این جهان وجود داشت؟ العیاذ بالله که ایشون میاد مثلا در کنار الله سبحانه و تعالی وظایف تکوینی رو انجام میده و نفع تکوینی میرسونه برای بشر. این آقای محسنی این اعتراض رو در اینجا مطرح کرد و به گمان خودش جوابش داد. گفت که بله در امور شرعی ما از امام زمانمون هیچ بهره رو نبردیم، نه در زمان غیبت صغری و نه در زمان غیبت کبرایش. و هر کسی که معتقد باشه که امام نفع تشریعی و دینی برای ما داشته دیوانه هست، خداوند متعال عقلش را گرفته. منتها در امور تکوینی ما معتقدیم که در واقع ایشون نفع دارن. خب الان من سوالم این است که چی نیازی هست برای این که خداوند متعال این مهدی رو خلقش بکنه تا امروزه وجود داشته باشه؟ برای نفع تکوینی خود خداوند متعال کافی هست. فرشتگانی که موکل به امور کرده کافی هستند. امام
امام زمان میگه باشد الیس یا الله نباشد. بکاف عبده. دقیقاً، یعنی امام زمان باشد یا نباشد هیچ گونه خللی در جهان هستی به وجود نمیاد و این عقیده اهل سنت و الجماعت است و برگرفته از قرآن است. و این که ایشون ادعای تکوینی میکنند که ایشون دخل و تصرف در کون دارند، بسیاری از علمای شیعه هم اینو در واقع رد کردند و بسیاری دیگر هم معتقدند که بله، به شما چی اصلا؟ اهل سنت چه حقی دارند؟ ما معتقد هستیم که علی رب ما هست. ما معتقدیم که ائمه رب ما هستن. همون کاری که رب برای ما میکنه حتی فراتر از اون ائمه برای ما میکنن. حتی یک کلیپی رو فکر کنم که در شبکه پخش شده که یکی از این آخوندا میگه که اگر خدا به ما بگه که فلان چیز بهشون میدیم، ما خدا دست درد نکنه، ما لازم نداریم. اگر میخواید به ما چیزی بدید از طریق اماممون به ما بده. این در واقع همون کفر صریح بدون تعویل و بدون توجیه. هیچ گونه تعویل و توجیه رو این ما کلیپ رو از یکی از آخوندا پخش کردیم، میگه که اگر 1000 مرتبه از خدا بخوای العیاذ بالله خدا بهت نمیده، اما اگر یک مرتبه از کانال یکی از ائمه بخوای همون ظرف 24 ساعت اجرا میشه. و جای واقعا تعجب هست اون منفعت دینی که از امام باید وجود داشته باشه، منفعت تشریعی که وظیفه امام هست، وظیفه پیامبران بوده در طول تاریخ. عجیب هست که این امام زمان هیچ گونه نفی رو در این زمینه نداره. به قول آقای محسنی هر کسی معتقد باشه که نفی رو داشته دیوانه هست. اما در بود دیگری ما معتقد اومدن امام مهدی رو در حد خداوند متعال بالا بردن. بله بینندگان عزیز و گرامی، دیدیم که این امام زمان چه در اون زمان که آنتن میداده به شکل ضعیف، چه الان که کلاً از دسترس خارج شده، هیچ نفعی نه برای دین مردم داشته نه برای آخرت مردم. دین مردم را هم از بین بردن، دنیای مردم را هم از بین بردن و آخرت مردم را هم تباه کردن. 4 نفر انسان‌هایی که به خاطر هوا و هوس خودشون، به خاطر شهوت خودشون، به خاطر پر کردن جیب‌های خودشون مردم رو به نام امام زمان فریب دادن. کارگردان محترم برنامه فکر کنم کلیپی آماده کردن مرتبط با موضوع برنامه. من از احمد آقا تشکر میکنم اگر که استاد موافق باشید این کلیپ رو هم ببینیم که میگن مرتبط هست با موضوعی که ما مطرح کردیم. دوستان با شما هستیم، بفرمایید. تفسیر رب به امام زمان از جمله تعویل آیه کریمه و اشرقت الارض به نور ربها در روایت از امام صادق علیه السلام است که فرمودند رب الارض ای امام الارض. رب زمین یعنی مربی زمین، امام زمین است که وقتی که قیام کننده ما ظاهر می شود مردم از نور خورشید و ماه بی نیاز می شوند. استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر. مردم از نور خورشید و ماه بی نیاز می گردند به نور شریف امام زمان. بینندگان محترم، اینها جزئی از حقایقی است که علمای رافضه از روی تقیه و آبروریزی نمیتوانند اظهار نمایند و اگر بگوییم چنین روایاتی در کتابهای شما وجود دارد یا انکار میکنند و یا اینکه میگویند ضعیف است. این روایت در تفسیر قمی، البرهان فی تفسیر القرآن از سید هاشم، مستدرک سفینة البحار و بحار الانوار مجلسی ذکر شده است. ولی این آخوند حقیقت را بر زبان می آورد و میگوید در روایات داریم که مراد از رب آسمان ها و زمین امام زمان است که نورش همه جهان را روشن می کند. آری، رب و پروردگار جهان نزد اینها امام زمان است. در روایات آنها آمده که امام زمان همه کاره جهان است، چنان که رئیس جمهور محترم در این کلیپی که مشاهده می کنید می فرمایند. بعضی خیال میکنن امام در دوران غیبت رفته یه جایی مشغول زندگی خودشه، کاری به کار عالم نداره. چون اگه کاری به کار عالم نداشت وجودی باقی نمیموند، همه هستی به هم میریخت. امام مدیریت میکند جهان، مشغول زندگی خودشه، کاری به کار عالم نداره. چون اگه کاری به کار عالم نداشت وجودی باقی نمیموند، همه هستی به هم میریخت. امام مدیریت میکند جهان.
اینها از مشرکین مکه پا را یک قدم جلوتر نهادند، چون مشرکین مکه معتقد به این بودند که رب آسمان ها و زمین الله متعال است، ولی بت‌ها را شریک در الوهیت او می‌دانستند. اما اینها معتقدند که رب آسمان ها و زمین ها امام زمان است. الله متعال می‌فرماید: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. بگو پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟ مشرکین خواهند گفت همه از آن الله است. بگو پروردگار آسمان‌ها و زمین کیست؟ بگو الله. بگو آیا دوستانی جز او گرفته اید که برای خودشان نیز مالک هیچ نفع و ضرری نیستند؟ بگو آیا نابینا و بینا برابرند؟ و آیا تاریکی و روشنی یکسان هستند؟ آیا شریکانی برای الله قرار دادند که به گمانشان مانند آفریده های او خلق کرده اند که بدین سبب مسئله آفرینش بر آنها مبهم و پوشیده شده است؟ بگو الله خالق و آفریدگار همه چیز است و اوست یکتای غالب و چیره. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی در برنامه حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان هستیم و بررسی روایات امام زمان، این حجت ساختگی و خیالی که مردم رو به وسیله این سالهاست و قرنهاست که علمای شیعه دارن فریب میدن شیعیان ساده لوح رو. جناب استاد فکر کنم در باب غیبت میخواهید صحبت بکنید. در جلسه گذشته مطالبی رو ما مفصلا بیان کردیم که امام زمان نه ولادتش دلیلی رو داره، نه وجودش دلیلی رو دارد و نه امامتش وجودی رو دارد و نه اثری از اعمالی که به عنوان یک امام باید انجام بدند، نه اثری از این اعمال هست و نه بنابر روایات شیعه در هفته گذشته ما بیان کردیم ایشون شایستگی امامت رو هم نداشتند. یعنی اون صفات و ویژگی هایی رو که در کتاب اصول کافی برای امام تعریف شده ایشون اون ویژگی ها رو نداشتند و برایشون ثابت نیست. در ادامه مطالب بعد از باب اشاره و نص بر صاحب الدار مطالب دیگری رو، ابواب دیگری رو در اینجا بررسی کرده و منعقد کرده. روایاتی رو در این زمینه آقای کلینی آورده که یکی از این ابواب بابی هست درباره غیبت امام زمان که میخواد اثبات بکند برای شیعیان و برای پیروان مکتب تشیع اثناعشری که امام زمان در واقع غیبت شده. تا اینجای کتاب که ما رسیدیم هیچ گونه دلیلی برای اثبات وجود امام زمان از در اصول کافی که صحیح و صریح باشه ما ندیدیم. برای اثبات امامتش دلیلی وجود نداشت، بلکه برعکس این دلایل وجود داشتن. در این باب اومده ثابت بکنه غیبت امام زمان رو. خب غیبت برمیگرده و زمین اولیش وجود هست. زمانی که وجود یک شخصی مستند نیست و مستدل نیست، دلیلی رو ندارد و امامتش هیچ گونه دلیلی رو ندارد، پس بنابراین بحث کردن در باب غیبتش که غایب شده یک کار در واقع غیر عقلانی هست. کسی که اصلا وجودش ثابت نیست چگونه ما ادعا بکنیم که بله هستند و در واقع به غیبت رفتن؟ این یک نکته. و نکته بعدی که در اینجا وجود داره این است که من اینو با صراحت عرض می کنم و اینو میگویم به شیعیان عزیز و ارجمندی که میخوان که تحقیق بکنن. برای این که حقیقت مذهب شیعه و عدم وجود مهدی ثابت بشود و ریشه شیعه در واقع زده بشود، فقط و فقط همین کافی است که شیعیان محترم کتاب اصول کافی رو بردارند و با عقل و درایت فقط و فقط همین باب رو مطالعه بکنند.
نمیخواد که کل باب رو مطالعه بکنند، فقط و فقط همین باب غیبت رو بیارند و مطالعه بکنند، مطمئن باشند که به این نتیجه میرسند که مهدی وجود ندارد. جناب استاد، ما اگر بینندگان به یاد داشته باشن قبلا باب مولود صاحب زمان رو در همین اصول کافی بیان کردیم و نتیجه جالبی گرفتیم وقتی که جناب عالی اومدید اینا رو بر اساس مرات العقول بررسی کردید. حدود 34 حدیث بود فکر کنم که از اینا 30 تاش که کلا درب و داغون بود، ضعیف و مجهول و اوضاعش خراب بود، و اون 4 تایی هم که صحیح بود اشاره به غیبت داشت، نه اشاره بر ولادت امام زمان. آیا وضعیت این باب هم اینطوری است؟ دقیقاً همین گونه است. در بابی داره به نام باب فی النهی عن الاسم که در این 4 تا روایت وجود داره. در صفحه چندم جناب؟ در این کتاب حجتی که من دارم این بابش در صفحه جلد 1 صفحه 332 هست. جلد 1 صفحه 332 هست. خب یک بابی را در اینجا فی النهی علی اسم آورده که بعد از این باب غیبت شروع می شود. بعد از این باب دومی که در صفحه 333 هست باب نادر فی حال الغیبه. در این باب نادر فی حال الغیبه 3 روایت رو ذکر کرده، 3 روایت، و به اضافه این که در باب بعدی که باب فی الغیبه هست، باب فی الغیبه 31 روایت رو در اینجا ذکر کرده. 31 روایت، مجموعاً دقیقاً ما 34 روایت رو در برای اثبات غیبت امام زمان در واقع آورده و ذکر کرده. و جالب اینجاست که در کل این 34 روایت، در کل این 34 روایت فقط 2 حدیثش دلالت میکنند بر غیبت نفر 12، نه بر غیبت مهدی، نه بر غیبت محمد ابن حسن عسکری، نفر 12. الان کی هست اون خودش جای بحثی هست. این روایت صحیح هست یا صحیح نیست یک بحث جداگانه هست. و جالب اینجا است که در این کتاب به جای این که بیاید غیبتش را اثبات بکنه، عدم وجود مهدی رو اثبات کرده. عجب. بله، در این باب به جای اثبات غیبت امام زمان، عدم وجود امام زمان رو در واقع ثابت کرده که انشاءالله اگر شما با ما همراه باشید و این باب و احادیثش رو و روایتش رو بررسی بکنیم، قطعا شما به این نتیجه خواهید رسید. اما قبل از این من دوست دارم که از خود زبان علمای شیعه، از زبان علمای شیعه، محققین شیعه، فردی مانند آقای مجلسی که جایگاهش در مذهب شیعه قابل انکار نیست، یکی از اصحاب و نویسندگان کتب 8 یعنی 8 کتاب برتر مذهب شیعه، ایشون هستند آقای محمد باقر مجلسی. ببینیم که آقای مجلسی درباره روایات این ابواب چه نظری رو دارند. در باب نادر فی حال الغیبه من عرض کردم که 3 تا روایت در اینجا وجود داره. آقای مجلسی در اینجا این روایت اول و روایت دوم را در باب نادر فی حال الغیبه گفته ضعیف علی المشهور. روایت اول را گفته ضعیف علی المشهور، روایت دوم را گفته ضعیف علی المشهور و روایت سوم این باب را گفته مجهول. روایت سومش میگه که مجهولون. خب این باب اول هست و باب بعدیش که باب فی الغیبه هست، در اونجا 31 روایت دیگر وجود دارد که از میان این 31 روایت ببینیم که الان چند روایت صحیح وجود دارد و ببینیم که این روایات صحیح چه مطالبی رو برای ما در واقع دارند. در باب فی الغیبه روایت اولش مجهول. جناب استاد اگر من چون بینندگان عزیز اینو باید ببینن، این روایاتی رو که 3 روایتی رو که اینجا جناب استاد بیان فرمودن، این رو من از کتاب مرآت العقول جلد 4 صفحه 33، این کتاب باب فی الغیبه هست و این قبل از این در باب نادر فی الغیبه در اینجا 3 روایتی رو که جناب استاد بهش اشاره فرمودن، ضعیف علی المشهور و ضعیف. بله، ضعیف علی المشهور در روایت اول ضعیف هستند و روایت سومیش که در این باب اومده اینو گفته مجهول هستند. و در باب بعدی باب فی الغیبه در اینجا روایت اولش میگه ضعیف او مجهول او ضعیف علی المشهور. روایت اولش مجهول او ضعیف علی المشهور. روایت دومش من تونتون این مطالب را که من اینجا یادداشت کردم به صورت در واقع من اینا رو فشرده همه رو مختصرا حکمشون رو بیان میکنم. یک لحظه جناب استاد من این نشون بدم. این باب نادر فی حال الغیبه
از اصول کافی است. دوستان ملاحظه بفرمایید، حدیث اول، دوم و این حدیث سوم که 3 حدیث در این باب است. حدیث سومی کمی طولانی است و بعد از اون میاد باب بعدی، این حدیث سوم، باب فی الغیبه. در این باب چند حدیث فرمودید جناب استاد؟ 31 روایت است در اینجا. 31 روایت. بله. حالا ما میریم رو کتاب مرآت العقول، همزمان با بررسی بله. جناب استاد. من کل اینا را من بینندگان عزیز من توصیه میکنم، اگر واقعا کسانی، من یک نقطه رو جا داره تشکر بکنم از بینندگان عزیز و ارجمندی که در این مباحث همراه ما بودند، خصوصا عزیزانی که برای ما پیام دادند و مواردی رو ما داشتیم که حتی از دوستان شیعه اعلام کردند که ما به سبب بررسی کتاب الحجه در اصول کافی ما هدایت شدیم و به اهل سنت و الجماعت ما برگشتیم. و جالب اینجا هست که حتی از علما و روحانیان شیعه به تعبیر خودشون حجج اسلامشون ما افرادی رو داریم که با ما در ارتباط هستند، حتی از شاگردان آقای آیت الله نجم الدین طبسی کسانی هستند که در این زمینه مطالبی رو بیان کردن، در ارتباط هستند با ما و من تشکر میکنم از تمام این عزیزانی که این مطالب را دنبال میکنند و احیانا پیش اومده که حتی ایشون برای ما تحقیقاتی رو هم در این زمینه فرستادند و مطالبی رو بیان کردند. این خودش جای تشکر و سپاسگزاری داره. در این باب همونگونه من قبلا اشاره کردم بیشترین روایاتش ضعیف و مجهول هستند. به طور مثال روایت اولش مجهول او ضعیف علی المشهور، روایت دومش مجهول، روایت سومش مجهول و قیل ضعیف، روایت چهارمش حسن، روایت پنجمش مجهول، روایت ششم ضعیف، روایت هفتم مجهول، روایت هشتم موثق حسن، روایت نهم ضعیف او مجهول، روایت دهم حسن، روایت 11 و 12 ضعیف او در واقع مجهول، روایت 13 مجهول، روایت 14 ضعیف علی المشهور، روایت 15 در اینجا گفته صحیح است. این اولین صحیح است که در این باب اومده که اینو بررسی خواهیم کرد. روایت 15 صحیح، روایت 16 ضعیف او موثق، 17 صحیح. این خودش تردد داره، اگر راویش فلانی باشه صحیح است، در غیر این صورت مجهوله. این صحیح است یا مجهول. روایت 18 موثق که صحیح، روایت 19 موثق، روایت 20 ضعیف، 21 مجهول، 22 ضعیف یا مجهول، 23 مجهول، 24 مرسل، 25 مرسل که صحیح، 27 ضعیف او مجهول و روایت 27 صحیح، 28 مرسل، 30 و 31 و 29 همشون ضعیف هستند. یعنی در مجموع روایاتی که در اینجا ذکر کرده فقط 2 روایت رو گفته که صحیحند. 2 روایت رو در اینجا گفته صحیح هستند. یک روایت رو گفته که صحیح هست به شرطی که راویش فلانی باشد وگرنه مجهول هست، و روایت 25 رو گفته که مرسل که صحیح، و غیر از این 3 روایت دیگر هستند که اونها رو حسن خونده، روایت 4 و روایت 8 و روایت 10. این 3 روایت رو حسن گفته، روایت 15 و 27 رو صحیح گفته، روایت 17 را گفته یا صحیح یا مجهوله، روایت 25 مرسلون که صحیح. اینها بهترین روایات این باب هستند. بهترین روایات این باب تقریبا همین 5-6 روایتی هستند که من خدمت شما اینها رو بیان کردم. الان ما برمیگردیم به خود این کتاب و مطالبی که در این زمینه در کتاب اصول کافی در باب غیبت در اینجا نوشته شده. خب جناب استاد، این یک بار دیگه جهت، چون شما خیلی با سرعت اینا رو بیان فرمودید، روایاتی که در این 31 حدیث هست در این باب، بله، روایاتی که صحیح هست از نظر آقای مجلسی شماره‌اش اگر لطف کنید بفرمایید. شماره 15 و 27. 15 و 27. اینا رو گفته صحیح هستن. غیر از این مشکل داره. غیر از این در حد صحیح نیستن. 3 روایت رو گفته که حسن هستن. روایت حسنش 3 روایت هستن. روایت 4 و روایت حسن شماره‌شو میتونید؟ بله، 4 8 و 10 اینا حسن هستن. بله. 2 تا روایت دیگر هستند که خودش در واقع دچار اضطراب هست. روایت 17 میگه که صحیح هست، البته اگر راویش فلانی باشد. یعنی خودش متردد است، نمیدونه راویش کیست. اگر راوی فلانی باشه صحیحه، اگر راوی فلانی باشه مجهول است. این ان شاء الله ما بهش خواهیم پرداخت. روایت 25 را گفته مرسل هست، منتها در حد صحیح است. مرسلون که صحیح. که صحیح.
خوب. خب پس 3 تا روایت ما داریم که 2 تا روایت 15 و 27 گفته صحیح هست. بله، 3 تا روایت 4 و 8 و 10 گفته حسن است و روایت 17 که ایشون متردد هست و روایت 25 که گفته مرسل که صحیح. بله. خب قبل از این که به مطالب دیگر بپردازیم، اول میریم سراغ روایاتی که صحیح هستند. روایاتی که صحیح هستند. روایت 17 و روایت 15 و 27 15 و 27 که در اینجا هستند. اولا این که اینا گفته صحیحند. بقیه درباره مطالبی که در روایت دیگر اومده بحث‌های خیلی زیادی هست که اگر همه رو مطالعه بکنیم دقیقاً ما به این نتیجه میرسیم که آقای کلینی به جای اثبات غیبت عدم وجود امام مهدی رو ثابت کرده که این انشاءالله در ادامه برنامه به صورت قطعی و مسلم بینندگان عزیز و ارجمند به این نتیجه خواهند رسید. اما روایت 15 که در این باب اومده و آقای کلینی هم ادعا کرده که این روایت آقای مجلسی همین رو تصحیح کرده که این روایت صحیح است. روایت 15 عبارتش این هست، میگوید که عدتون من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله يقول ان بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها. این روایت گفته روایت صحیح است. خب در این روایت چی اومده؟ در این روایت فقط این اومده که ان بلغکم عن صاحبکم غیبتا فلا تنکروها. اگر از صاحبتون یعنی از امامتون غیبتی برای شما رسید، یعنی به شما گفته شد که امامتون غایب شده، شما اینو بپذیرید، فلا تنکروها، ردش نکنید. الان این صاحب کی هست؟ این امامی که در اینجا امامی که در اینجا مطرح کرده این مطلب رو میگه امام جعفر صادق هست. امام جعفر صادق به پیروان خودش، به شیعیان خودشون گفته که اگر امام شما غایب شد شما حرفی نزنید، قبول بکنید. امام صادق به پیروان خودش گفته. در اینجا هیچ تصریحی نشده که امام 12متون اگر محمد ابن حسن عسکری غایب شد شما قبول بکنید و انکار نکنید این مطلب رو. به صورت کلی گفته اگر امام شما غایب شد شما این انکار نکنید، این قابل پذیرش هست و این باید قبول بکنید. خب قبل از این من میپردازم به این که این راوی این روایت کی هست. راوی این روایت آیا چون این روایتی رو میشود انسان قبول کرد یا اینکه قبول نکرد. این بقیه روایت بقیه افرادش در اینجا سر جای خودشون بمانند. این علی ابن حکمی که در اینجا وجود داره، این در واقع کسی هست که اون روایت 17000 آیه‌ای رو در اصول کافی همین فرد روایت کرده. روایتی که هست مبنی بر این که قرآنی که جبرئیل بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کرده 17000 آیه هست، این روایت همین علی ابن حکم هست. روایت 28 هست در جلد 2 کتاب اصول کافی صفحه 634 هست. روایت 28 در اینجا میگه سندش این است که علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. قرآنی که جبرائیل بر محمد آورد اون قرآن 17000 آیه بود. و متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم آقای مجلسی این روایت رو هم گفته که جز روایات صحیح هست، یعنی قبول کردند که قرآنی که جبرئیل آورده 17000 آیه بوده. این مطلب رو نه مسلمانان اهل سنت و الجماعت قبول دارند و نه شیعیانی که در واقع اون خرافات مذهب تشیع رو قبول ندارند. شیعیانی که این جناب استاد این کتاب اصول کافی است، دوستان نگاه بکنن. کتاب اصول کافی در جلد 2 آخرین روایت در باب فضائل قرآن، فضل القرآن، روایت 3599 در به اصطلاح دوره 2 جلدیش که ما داریم در کتابخانه این روایت هست. علی ابن الحکم همین راوی که حدیثش رو تصحیح کرده آقای مجلسی عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال ان القرآن الذي جاء به جبريل الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیه. قرآنی که جبرئیل برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورد 17000 آیه است. جناب استاد حالا برداشت شما چیه؟ آیا یعنی اگر اون روایت درسته پس این روایت هم به نظر مجلسی باید درست باشه؟ بله اینو گفته که درسته. هر دوتا رو معتقد هستند که درسته. این روایت رو مجلسی گفته صحیحه، اون روایت هم گفته صحیحه. اما شیعیانی که قرآن رو در واقع قبول دارند باید خط خودشون رو مشخص بکنند.
که به خط آقای مجلسی و علی ابن حکم و هشام ابن سالم میروند، معتقد هستند که قرآن 17000 آیه بوده. اون گونه که خود مجلسی تصریح کرده این کم شده از قرآن، اینو بریدند از قرآن، یا اینکه واقعا به این اعتماد ندارند. اگر واقعا شیعی هستند که قرآن رو قبول دارند، پس این روایت رو نباید قبول بکنند و این راویان رو نباید بهشون ارجی قائل باشند و بهشون اهمیتی بدن. کسی که قرآن ما رو قبول نداره، کسی که ما مسلمانان بالاترین کتابی رو که ما داریم قرآن کریم هست، کسی که قرآن ما رو به عنوان یک کتاب سالم و بدون دستبرد وجود قبول نداره و معتقد هست که 2/3 قرآن شما گم شده نیست، خب ما چگونه میتونیم با چنین فردی اعتماد بکنیم؟ اونم در دین خودمون، اونم در اصول دین. در بحث امامت بیایم از چنین فردی ما بیایم این روایت رو نقل بکنیم. و غیر از این راوی دیگر این روایت که هست محمد ابن مسلم هست، محمد ابن مسلم طائفی، در اینجا رجال کشی در شماره 67 اینو معرفی کرده. در آخر این مطلب 2 تا روایت رو آورده که از امام جعفر صادق نقل کرده. در صفحه 127 رجال کشی میگه سمعت ابا عبدالله یقول یا ابا الصباح هلك المتریسون فی ادیانهم، اون کسانی که در دین خودشون شک و تردید دارند اونها هلاک شدند. یعنی خود راوی که این روایت رو نقل کرده، امام جعفر صادق، میگه این کسی هست که خودش در دین خودش شک و تردید داره، یک مسلمان مطمئن و کاملی نیست. فی ادیانهم، این کسانی که در دین خودشون شک دارن هلاک شدن. اینا کی هستن؟ منهم زراره، یکی زراره هست و دیگری برید هست و دیگری محمد ابن مسلم هست. محمد ابن مسلم همین راوی همین روایته. در روایت بعدی در اینجا درباره محمد ابن مسلم میگوید که ان مفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبدالله، من از امام ابو عبدالله شنیدم یقول لعن الله محمد ابن مسلم، خداوند متعال محمد ابن مسلم رو لعنت بکنه. کان یقول ان الله لا یعلم شیء حتی یکون، محمد ابن مسلم معتقد بود که خداوند متعال اتفاقاتی رو که میفته تا زمانی که اتفاق نیفتاده خدا هیچی نمیدونه، وقتی که اتفاق افتاد تازه میدونه که بله فلانی مرد، فلانی متولد شد، امروز بارون اومد، نمیدونم فلان و بهمان و فلان کار اتفاق افتاد. این 2 نفر از این راویانی هستند که در این روایت ذکر شده. غیر از این ما بیاییم در صفحه چند رجال کشی فرمودید جناب؟ اینو در صفحه 127 هست، در صفحه 127 و روایتی که در فردی که در اینجا معرفی کرده شماره 67 هست در این کتاب و این هم چاپ مؤسسه عالمی مطبوعات هست در بیروت لبنان. خب الان ما میریم روی خود این روایت رو ما برگردیم. از نظر سندی که به اعتقاد آقای مجلسی صحیحه، ولو این که علی ابن حکم این همون راوی قرآن 17000 آیه باشه، همون قرآن 17000 آیه رو آقای مجلسی هم قبول داره و معتقد هست که بله روایات تحریف قرآن متواتر هست، یعنی قطعا و 100% برای ما شیعیان ثابت شده که این روایات این قرآن یعنی آیات قرآن یعنی حدود 11000 آیه قرآن حذف شده. و این کارو کی کرده؟ خلفا این کارو کردن. ابوبکر و عمر و عثمان اومدن قرآن رو جمع آوری کردن، این آیات رو انداختن و فعلا حدود فقط 6000 از آیات قرآن برای ما باقی مونده. آقای مجلسی هم اون روایت رو تصحیح کرده و هم این روایت رو تصحیح میکنن. اما بیایم ببینیم که این روایت دلیل چه کسانی هست، این روایت دلیل چه کسانی میتواند باشند. در اینجا امام زمانی که بوده، یعنی امام ابو عبدالله امام جعفر صادق به شیعیان خودش گفته که این بلغکم عن صاحبکم غیبتا فلا تنکروها، اگر امام شما غایب شد اون انکار نکنید، بپذیرید. الان امامشون کی بوده؟ امام همین محمد ابن مسلم که امام ابو عبدالله این روایت رو بهش گفته، امامش کی هست؟ امامش خود امام جعفر بوده. این حدیث میتونه دلیلی باشه برای تمام فرقه هایی که در صدر تشیع به وجود آمدن، یعنی دلیل صریحی هست و دلیل صحیحی هست، هیچ گونه اشکالی رو نداره. البته وقتی من میگم صحیح این از اعتقاد خود تشیع، وگرنه بنابر اعتقاد ما و اصول اهل سنت و الجماعت حتی یک حدیث از کل این روایات 16-17 هزار آیه این روایتی که در اصول کافی و فروش هست اینا نمیتونه صحیح باشه. بنابر قول خودشون این روایت یک روایت صحیح، آمنا و سلمنا، این روایت صحیح باشه. اما این روایت دلیل و مدرکی نیست برای غیبت امام 12 شما. اگر این دلیلی برای غیبت باشه، این دلیل سازگارتر هست با بقیه فرقه هایی که بودن. اهم از فرقه های اسماعیلیه که وجود داشتن،
فرقه ناووسیه که وجود داشته، فرقه مبارکیه که در واقع وجود داشته و فرقه واقفه که وجود داشته. این 4 فرقه اگر بخوان استدلال بکنند که بله امام زمان ما همون زمانی هست که مهدی موعود و امامی که غایب هست امام ما هست، این دلیل صحیح، صریح و دلالتش خیلی قوی تر هست از اینکه دلالت بکند بر امام زمان. به خاطر اینکه این مطلب من مستند باشه، من روایاتی رو در این زمینه خدمت شما به صورت مفصل از خود همین کتاب من خدمت شما بیان میکنم. در همین باب روایت سومی که اومده، در همین باب روایت سوم که در اینجا اومده، روایت سوم در اینجا میگوید که امام ابو عبدالله هست. خود امام ابو عبدالله در اینجا مطلبی رو دارد، میگوید که در روایت سوم محمد ابن یحیی احمد ابن محمد الاخر اما والله در اینجا به مفضل ابن عمر هست این روایت، میگه اما والله لیغیبن امامکم سنینا، امام شما غایب میشه. امام شما یعنی اشاره به امام مفضل ابن عمر میکنه که امامشون خود امام جعفر صادق هست. لیغیبن امامکم سنینا من دهرکم، امام شما یک مدتی رو میرود و غیبت میکند. این روایت سوم هست. روایت ششم که بعد از این اومده، روایت سوم این بود و روایت ششم را که در اینجا میگوید که امام محمد ابن یحیی هست، در این روایت میگه یقول یفقد الناس امامهم، مردم امام خودشون رو گم میکنند و امامشون دیده نمیشود. بعد از این در روایت دهم اومده که میگوید ان بلغکم عن صاحب هذا الامر غیبتا فلا تنکروها، اگر از صاحب این امر برای غیبتی رو شما احساس کردید فلا تنکروها، شما اون غیبت رو انکار نکنید. این شماره 10 جز روایات حسن هست، یک از روایت حسن. در اینجا گفته اگر صاحب شما یعنی امام شما غایب شد شما اون انکار نکنید، که روایت دهم بود. و در روایت 11 دوباره همین مطلب را تکرار میکنه، اما والله لیغیبن عنکم صاحب هذا الامر، صاحب این امر یعنی صاحب این امر امامت از دیدگاه شما میرود و غایب میشود. و در ادامه در روایت 16 این باب باز همین مطلب را تکرار کردیم. روایت 16 میگه لابد لصاحب هذا الامر من غیبه، این صاحب این امر در واقع یک غیبتی را خواهد داشت. در تمام این روایت و روایت دیگری که وجود داره، در این روایات امام جعفر صادق به صورت کلی گفته، در هیچ یک از این روایات نیومده که امام 12 شما غایب میشود. بله این مطلب اومده در روایت دوم و در روایت هفتم این باب اومده که یک اشاری هست به امام 12، اما اون روایت متاسفانه هر دو تاشون مجهول هستند، هم روایت دوم این باب و هم روایت هفتم این باب مجهول هستند. در روایت صحیح که روایت 15 هست و روایت دیگری که من خدمت شما بیان کردم، در اینجا فقط اومده که اگر صاحب شما امام شما غایب شد شما این انکارش نکنید. اما برمیگردیم به این که اولا در این روایاتی که من عرض کردم هیچ گونه ذکری از مهدی نیست. این نکته اول. در روایاتی که اشاره شده که امام غایب می شود نگفته که این امام غایب چه کسی هست. من نمیدونم آقای مجلسی چگونه این روایت رو آورده استدلال کرده بنابر و این مطلب که امام غایب امام 12 است. نقطه اول اینجا هست که در این روایات هیچ ذکری از مهدی نیست که امام غایب مهدی باشه، بجز روایت دوم و روایت هفتم که هر دو تا روایات مجهولی هستند. بعد از این اگر واقعا ما بخوایم این روایت رو متنش رو بررسی بکنیم، این دلیل محکمی هست برای اسماعیلی ها. برای اسماعیلی ها این میتونه یک دلیل محکم باشه. بعد از این برای مبارکی ها، برای شیعیان ناووسی و برای شیعیان واقفی این یک دلیل محکم و بسیار دقیقی در این زمینه وجود داره. ولی جناب استاد، من اگر یادتون باشه روایتی رو شما فرمودید از یکی از موقعی که داشتیم قضیه فرقای که ادعای مهدویت کردن رو بررسی می‌کردیم، ابو بصیر مرادی روزی با شانه های امام جعفر صادق رو فکر کنم میخواست ببینه و ایشون ازش وقتی میپرسید میخوای چی کار بکنی، گفت که میخوام علامات مهدویت رو ببینم در تو. یعنی خود شاگردای امام جعفر صادق در این شک بودن که آیا ایشون مهدی است یا کسی دیگه بعد از ایشون. بله، در این زمینه این مطالبی هست که در خود همین باب، این من که عرض کردم خدمت شما که این باب دلیل بر عدم وجود مهدی هست، در این زمینه چندین روایت ما داریم، چندین روایت از چندین امام که شیعیان اومدن پیش این ائمه و گفتند که صاحب الامر شما هستید، مهدی شما هستید. در خود همین باب
گذشته از ابواب دیگه. در خود همین ابواب در باب غیبت چندین روایت داریم که اصحاب نزدیک ائمه اومدن نزد ائمه میگن که شما مهدی هستید، این ادعا رو کردن. به این مطالب من بعدا ان شاء الله خواهم پرداخت. حالا اگر کسی اینجا اعتراض بکنه از بینندگان، خب چه اشکالی داره که این شاگردان امام جعفر صادق نمیدونستن که بعد از ایشون امامی هست یا نیست؟ میگیم اشکالش در اینه که ما حدیث لوح جابر رو در شروع این برنامه ها بررسی کردیم که اسم 12 امام کاملا مرتب پشت سر هم همینطوری که اعتقاد دارن در حدیث لوح جابر اومده و ما شنیدیم که یکی از این مراجع شیعه که تلویزیون هم داره ادعا کرده بود که میاد مفصل اینو جواب میده. ما هنوز منتظر هستیم که ایشون بیاد اینو جواب بده. متاسفانه در این زمینه این شما اشاره کردید چه اشکالی داره و نکته جالبی رو جناب آقای آیت الله ابوالفضل برخی ذکر کرده در یکی از کتابهاش. کسانی رو که اومدند و از امامان راویانی که اومدند از ائمه سوال کردند که امام بعدی کی هست. این سوال که امام بعد از شما کی است صدها نفر را ذکر کرده، بالغ بر 100 نفر را فقط نمیدونه، دقیقاً یادم نیست، تا یکی از اماما ذکر کرده که تا امام فلانی فقط یعنی 100 و خردی نفر اینا اومدند از امام خودشون سوال کردند که امام بعد از شما کی هست. اشکال این مطلب که چه اشکال داره که اصحاب امام جعفر صادق امام مهدی را نشناسند، اشکالش اینه که شما ادعا میکنید که این ائمه اثنا عشر متواترند. چگونه متواترند که اصحاب ائمه بزرگان شیعه که اصحاب نزدیک ائمه بودند از امام 12 شما و ائمه بعدی شما خبر نداشتند؟ خب الان برمیگردیم به این روایاتی که من در اینجا عرض کردم که این روایت میتونه دلیل شیعیان اسماعیلی باشه، دلیل شیعیان مبارکی باشه، دلیل شیعیان ناوسی باشه و دلیل محکم و قطعی و بلا منازع شیعیان واقفی باشه. دلیل بسیار صحیح و صریح برای این بزرگواران هست. من از کتاب فرق شیعه مطالبی رو در این زمینه که تأکید بکنند این مطلب رو خدمت شما عزیزان بیان میکنم. درباره شیعیان اسماعیلیه این مطلب رو قبلا خدمت بینندگان عزیز ما اینو مطرح کردیم. در صفحه 78 از این فرق شیعه در نوبختی میاره که در شماره 141 میگه و فرقه زعمت ان الامام بعد جعفر ابنه اسماعیل ابن جعفر. یک فرقه بعد از امام جعفر صادق معتقد شدند که فرزندش اسماعیل ابن جعفر چیکار هست؟ این در واقع امام هست. و صفحه چند فرمودید؟ صفحه 78 از این چاپی که من دارم. میگه و انکرت موت اسماعیل فی حیات ابیه. اینها در زمان پدرشون اومدند و انکار کردند که بله اسماعیل فوت کرده باشه. و قالوا كان ذلك على جهة التلبيس من ابيه على الناس لانه خاف فغيبه عنهم. امام اومد و فرزندش اسماعیل رو غایب کرد، در واقع ایشون نمرده بودند. و زعموا ان اسماعیل لا يموت حتى يملك الارض ويقوم بامور الناس وانه هو القائم. خودشون گفتند که این قائم هست. چرا؟ لأن اباه اشار الیه بالامامه بعد از زیرا که پدرش ایشون رو بعد از خودشون به عنوان امام مطرح کردن. خب این درباره شیعیان اسماعیلی هست. و بعد از این شیعیانی هست که در واقع مبارکیه بودند که شیعیان مبارکی که معروف هستند به شیعیان مبارکیه. و فرقه ثالثه زعمت ان الامام بعد جعفر هو ابنه محمد ابن اسماعیل. این شیعیان اسماعیلی و شیعیان مبارکی که معتقد بودند که فرزند اسماعیل ابن جعفر محمد ابن اسماعیل هست، این در واقع امام هست بعد از پدرش، و که این گروه هستن شیعیان مبارکیه. و بعد از اینها خود امام جعفر صادق که در این روایت اومده در فرقه 140 که این کسانی بودند که معتقد بودند که خود امام جعفر صادق امام مهدی هست، امامی که غایب شده امام مهدی هست. و در این زمینه روایات متعددی رو دارند که امام منظور از این که صاحب شما غایب می شود، امام شما غایب می شود، خود امام جعفر صادق بوده. این عبارات رو که در اینجا نقل شده من خدمت شما بیان می کنم. فرقه 140 که همون فرقه ناوسی هستند. فرقه منها قالت، یک فرقه از اونها گفتند که ان جعفر ابن محمد حی لم یمت. امام جعفر ابن محمد زنده هست و نمرده. ولا یموت حتی یظهر و یلی امر الناس. نمی میرد تا زمانی که دوباره ظهور بکند و یلی امر الناس و امامت را به عهده بگیرد. و هو القائم المهدی. قائم مهدی این هست. و زعموا انهم رووا عنه انه قال. و روایت کردند از امام جعفر صادق. میگن ادعا میکنن و زعموا انهم رو، این ادعا میکنند که روایت هایی رو دارند از امام جعفر صادق که میگوید ان رأیتم رأسی قد اهوا علیکم من جبل.
امام جعفر صادق به پیروانش گفته که اگر شما دیدید که سر من رو از بالای یک کوهی به پایین انداختند فلا تصدقوا، باور نکنید. فانی انا صاحبکم، فانی انا صاحبکم، صاحب شما من هستم. در این روایت 15 که روایت صحیح است، در اونجا گفتود ان بلغکم عن صاحبکم غیبتا، اگر صاحب شما غایب شد انکار نکنید. در اینجا در این روایتی که ادعا کردن ناویسی‌ها، در اینجا صراحتا میگه که فانی انا صاحبکم، صاحب شما من هستم. و در روایت کلینی میگه اگر صاحب شما گم شد و غیبت کرد شما انکار نکنید. این واقعا امام شما به غیبت میرود. فإني أنا صاحبكم وإن قال لهم إن جاءكم من يخبركم عني أنه مرزني وغسلني وكفنني ودفنني فلا تصدقوه. اگر کسی اومد پیش شما و گفت که فلانی پرستار من بوده، تیمارداری منو کرده و مرا غسل کرده و منو کفن کرده و دفن کرده، فلا تصدقوا، باور نکنید. آیه وقتی امام جعفر صادق به پیروانش میگه فلا تصدقوا فإني صاحبكم، بعدم تاکید میکنه صاحب شما من هستم. فإني صاحبكم، صاحب شما من هستم. صاحب السیف، اون صاحب سیف من هستم. و هذه که این فرقه رو که دوباره در ادامه میگه و هذه الفرقه تسمى الناووسیه، این فرقه ناووسی هستن. خب این بعد از اینها میرسه فرقه واقفه. فرقه واقفه که اون کسانی که معتقد بودند به امامت موسی بن جعفر، که موسی بن جعفر امام بوده در زمان خودش و بعد از ایشون در واقع امام دیگری وجود نداره، وقف کردن، توقف کردن بر امام موسی کاظم، که بعد از موسی کاظم امام دیگری وجود نداره و خود موسی کاظم در واقع امام مهدی هست و امام غایب هست. و صراحتی که در این روایات این باب وجود داره و صحتی که وجود داره دلیل صحیح و صریحی هستند برای اثبات امامت و مهدویت موسی بن جعفر. هیچ دلیلی و صراحتی بر امام 12 و امام 12 ندارن، بلکه این روایت، من اینو از خود اصول کافی خدمت شما عرض خواهم کرد که این روایت 15 که من در اینجا ذکر کردم که امام جعفر صادق میگوید که اگر صاحب شما غایب شد فلا تنکرو، این انکار نکنید و قبولش بکنید، منظورش امام موسی بن جعفر بوده. غیر از این روایتی که من قبلا ذکر کردم که از اون میتونن هم اسماعیلی ها استدلال بکنن و استدلالشون قوی هست و هم مبارکی استدلال بکنن و هم خود ناووسی استدلال بکنن. روایت صریح‌تر و دقیق‌تر هست در مورد این فرقه، اما از همه صریح‌تر برمیگرده به مذهب واقفه، اونهایی که معتقد هستند از میان شیعه ها که موسی بن جعفر امام مهدی هست. ببینیم که در اینجا درباره موسی بن جعفر و این فرقه چه گفته. در فرقه 152 در اینجا گفته وقالت الفرقه الثانیه، فرقه دومی که بعد از امام جعفر به وجود آمدن، ان موسی بن جعفر لم یمت، بعد از امام موسی جعفر بوده، میگه که موسی بن جعفر نمرده و انه حی لا یموت، زنده هست نمی میرد، حتی یملک شرق الارض و غربها و یملأها عدلا کما ملئت جورا و انه القائم، ایشون قائم هست. و زعموا انه خاف على نفسه القتل، ایشون میگه که از قتل ترسیدن، خرج من الحبس نهارا ولم یره احد، ایشون در روز از زندان فرار کرده و کسی دیگر اینو ندیده. و در ادامه میگه که وروا فی ذلک روایات، و در این زمینه که موسی بن جعفر امام مهدی هست و امام غایب هست، این فرقه ناووسی روایاتی رو دارن ان ابیه جعفر، از پدر جعفر، که نقال هو القائم المهدی، قائم مهدی امام موسی بن جعفر هست. فان یدهده رأسه من جبل فلا تصدقوا، اگر سرش رو از بالای کوهی بر شما غلطاندن فلا تصدقوا، باور نکنید. فانه صاحبکم القائم، این صاحب شما است. در این روایت هم صراحتاً اومده که صاحب شما موسی بن جعفر هست. برای این روایت هست جناب کارگردان عزیز برنامه اگر اینو نشون بدن، این فرقه 152 فرقه‌ای که موسی بن جعفر رو گفتن که نمرده و گفته فإنه صاحبكم القائم. بله جناب هستید. بله، این روایتی که در بحث فرق اومده، در کتاب فرق اومده و این مطلب رو بیان کردند که امامی که آقای و امام جعفر صادق اینو مطرح کرده که این بلغکم من صاحبکم غیبتا فلا تنکروها، این سازگارتر هست با مذهب اسماعیلی ها و مبارکی ها که محمد ابن اسماعیل امامشون بود و ناووسی ها که معتقد بودند که امام جعفر صادق امام مهدی هست و همچنین واقفی ها که معتقد هستند به این
به این که در واقع امام مهدی و امام غایب موسی فرزند جعفر صادق هست. الان برمیگردیم به خود کتاب اصول کافی در این زمین. در اینجا این روایت رو من به یک بار دیگر میخونم، روایت 15 این باب رو. بله. در روایت 15 که بنابر اعتراف خود آقای مجلسی که این روایت رو گفته صحیحه که از دیدگاه ما، من قبلا عرض کردم که علی ابن حکم چه کسی بوده و محمد ابن مسلم چه کسی بودن، به هر صورت ایشون گفتند که صحیح است. خب برای شما که صحیح است و قابل استدلال مبارک باشه، اما قبول بکنید که صحیح است، حداقل بر مفاد این روایت عمل بکنید. در اینجا گفته که این بلغکم عن صاحبکم غیبتا فلا تنکروها، اگر صاحب شما یعنی امام شما، که روایت دیگری که در این باب از خود امام جعفر صادق من در برخی از روایات گفته که صاحب شما، در برخی گفته که صاحب هذا الامر، در برخی دیگر گفته امامکم، اگر امام شما غایب شد پس بنابراین شما انکار نکنید. خب در این روایت این بلغکم عن صاحبکم غیبتا فلا تنکروها، من قبلا عرض کردم که این روایت هیچ گونه صراحتی بر مهدی نداره، هیچ گونه صراحتی اسم مهدی در اینجا ذکر نشده. غیر از این در اینجا امام گفته که اگر صاحب شما مخفی شد، اگر صاحب شما غیبت کرد، از خود امام جعفر صادق بپرسیم که صاحب اینها کی هست؟ صاحب شما که در اینجا گفته منظورش از صاحب چی است؟ برمیگردیم به کتاب النص و باب الاشاره و النص علی ابی الحسن موسی علیه السلام، ببینیم که امام جعفر صادق این صاحبی رو که معرفی کرده صاحب چه کسی است؟ آیا امام زمان هست یا این که امام موسی بن جعفر است؟ در این روایت، در این باب 3 روایت وجود داره. در باب اشاره و نص 3 روایت وجود داره، گرچه برخی از این روایت ضعیفی هستند، اما حداقل یک روایتی از این روایت صحیحه، هم روایت صحیح. این اصول کافی صفحه 307 هست. اصول کافی صفحه 307 باب الاشاره و النص علی ابی الحسن. روایت اول این باب که بنابر اصولی که در ابتدای خود کتاب اصول کافی ذکر شده بود، بارها ما اینو ذکر کردیم که بنابر اصول و روشی که آقای کلینی داشته، روایات اول باب معمولا دقیق ترین و صحیح ترین روایاتی هستند که در این ابواب آورده. در اینجا میگوید که احمد ابن مهران این روایت کرده از فیض ابن المختار قال قلت لابی عبدالله، من به امام ابو عبدالله گفتم خذ بیدی من النار، دست مرا بگیر از آتش، مرا از آتش جهنم نجات بده. من لنا بعدک، بعد از شما چه کسی در اینجا امام ما هست؟ فدخل علیه ابو ابراهیم و هو یومئذ غلام، امام موسی جعفر، امام جعفر که ابو ابراهیم هم بهش گفته می شود، این اومد وارد شد. فقال هذا صاحبکم، صاحب شما این هست، فتمسک بهی، اینو محکم بگیر. در روایت 15 اون باب گفته بود که این بلغکم عن صاحبکم غیبتا فلا تنکروها، اگر صاحب شما غایب شد اونو انکار نکنید، قبول بکنید، صاحب شما امام شما غایب میشه. در اینجا پرسیدند که صاحب ما کی هست؟ گفت که هذا صاحبکم، اشاره کرد به امام حسن عسکری، به امام موسی کاظم و گفت که صاحب شما این هست. این روایت اول. و روایت 6 این باب علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی نجران الی آخر که قال له منصور ابن حازم بابی انت و امی ان الانفس یغدى علیها و یروح، انسان که امکان داره بمیره، هر انسانی امکان داره صبح یا شام بمیرد. فاذا کان ذلك فمن، ما دنبال چه کسی باشیم؟ امام ما، صاحب ما چه کسی است؟ فقال ابو عبدالله اذا کان ذلك فهو صاحبکم، اگر چنین اتفاق گفته صاحب شما فلانی هست، اگر چنین اتفاق افتاد صاحب شما فلانی هست. و ضرب بیده علی منکب ابی الحسن، دستش رو زد روی شانه امام ابو الحسن موسی کاظم و گفت که صاحب شما این هست. این روایت حسنی هست، این روایت حسن هست که در اینجا همون لفظ صاحب رو که در اون روایت اومده در اینجا صراحتا آورده که صاحب شما این هست، اشاره میکنه به امام موسی کاظم. اینم برای کسایی که حالا انکار نکنن که این صاحبکم یعنی امام. من اینو عرض کردم که وقتی گفت امام موسی جعفر، اساسا امامی که در اونجا هست، امامی که وجود داره، خب وظیفش اینه که امام بعد از اون ذکر بکنه، امام بعد از خودش رو معرفی بکنه که در این زمینه روایت متعددی در اصول کافی است که این زمان این امام فعلی در چه زمانی میداند که امام بعدی چه کسی هست و چگونه به امام بعدی در واقع میتونه که وصیت بکنه. در این روایتی که روایت 15 این باب صراحتا به این جمله اومده که اذا بلغکم من صاحبکم
غیبتا فلا تنکروها. اگر امام شما غیبت کرد اینو انکار نکنید. الان کدوم امام؟ هیچ ذکری از مهدی در اینجا نیومده، بلکه در روایات متعددی 5-6 روایاتی که در خود اون باب هست با همین لفظ اومده که اگر صاحب شما، امام شما، اگر صاحب الامر غایب شد شما این انکار نکنید. با توجه به روایات دیگری که فرقه های ناووسی آورده بودن، فرقه های مبارکیه استدلال میکردن صاحبشون خود امام جعفر صادق هست، اونا رو کنار بگذاریم. اما این روایاتی که در این باب هستند و صحیح و صریح هستند. به طور مثال روایت بعدی که در اینجا وجود داره روایت 12، روایت 12 که احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار صفوان عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد قال دعا ابو عبدالله ابو الحسن. امام ابو عبدالله، امام جعفر صادق فرزندش رو، ابو الحسن رو، یعنی امام موسی کاظم رو صدا زد یومن و نحن عنده، ما در کنارش بودیم، فقال لنا علیکم بهذا، اینو سخت بگیرید و اینو ولش نکنید، فهو والله صاحبکم بعدی، صاحب شما این هست، بعد از من صاحب شما این هست، یعنی که امام موسی کاظم باشه. الان بگردیم به این که در روایت اولی امام جعفر صادق میگوید که اذا بلغکم عن صاحبکم غیبتا فلا تنکروها، اگر امام شما غایب شد شما این غیبت رو از اون انکار نکنید. و در روایات صحیح و صریحی که چندین روایت هستند، حداقل یک روایتش صحیح بود، این روایتی که من عرض کردم، یک روایتش هم حسن. روایت اول این باب رو مجلسی گفته صحیح، اما دو روایتش، روایت 6 و روایت 12، یکی حسن هست و دیگری صحیح است. در این روایت صحیح خود امام جعفر صادق اومده گفته که صاحب شما چه کسانی هستند. این یک مطلب. پس بنابراین این روایت اگر صحیح باشد دلیل بر مهدویت و امامت امام موسی بن جعفر کاظم هست، اگر صحیح باشه. اگر صحیح نیست که هیچ دلیلی برای اثبات غیبت مهدی شما هم وجود نداره و در این روایت هیچ گونه تصریح نیومده که امام غایب امام در واقع مهدی باشه که محمد ابن حسن باشه. مطالب دیگری هست برای اثبات این مطلب که من در ادامه برنامه ان شاء الله خدمت شما ذکر خواهم کرد. جزاکم الله خیر. جناب استاد تا شما نفسی تازه بکنید ما یک میان برنامه کوتاه ببینیم و دوباره برگردیم خدمتتون. گرچه وقتمون هم خیلی کم مونده و سعی میکنیم که امشب تماسایی هم داشته باشیم از عزیزانی که انشالله در مورد موضوع برنامه میخوان اظهار نظر بکنم. میان برنامه کوتاه میبینیم و دوباره در خدمت بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود با برنامه حجت بی حجت و بررسی امام زمان شیعیان و کتاب غیبت در اصول کافی. با ما همراه باشید. بینندگان عزیز و گرامی، اینجا وادی قدید است، 130 کیلومتری شمال مکه مکرمه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تحمل زحمات و مشقات فراوان از این مسیر به طرف مدینه منوره هجرت نمودند تا دین مبین اسلام را برای ما برسانند و اولین حکومت اسلامی را در شهر مبارک مدینه منوره وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما سروران گرامی هستیم با ادامه برنامه حجت بی حجت و از همین لحظه دوستان عزیزمون در اتاق فرمان شما تلفن برنامه رو زیرنویس میکنن و دوستانی که تماس میگیرن لحظاتی پشت خط بمونن تا جناب مولانا مطلبی مونده اگر لطف کنید بیان بفرمایید تا صدای گرم بینندگان عزیز گرامی رو بشنویم. یک مطلب دیگری که در اینجا برای مهدی بیان کردن و در بحث غیبت هست و یک گونه ارتباطی رو داره با این مطلبی که من قبلا عرض کردم که اون امامی رو که امام جعفر صادق به عنوان امام مهدی و امام غایب معرفی کرده، دلایل قوی و صحیح و صریحش دلالت بر این داره که ایشون امام موسی کاظم هستند، نه امام محمد ابن حسن عسکری. و در این زمینه هم ما میبینیم که خبر قطعی در واقع در برخی از
از این روایات، در برخی از این روایاتی که اعلام کردند که مهدی وجود داره به عنوان محمد ابن حسن یا امام 12، این حق خبر رو ائمه شیعه بیان کردند. اما در یک طرف اومدند با قاطعیت بیان کردند که بله امام محمد ابن حسن عسکری یا امام مهدی امام 12 هست، اما شیعیانشون یعنی اصحاب خود این ائمه، امام جعفر صادق، وقتی که میپرسیدند که آیا ما به امام زمان میرسیم یا نمیرسیم، گفتن ما نمیدونیم، شاید شما برسید، شاید شما نرسید. الان نکته‌ای که من میخوام در اینجا بیان بکنم این است که این شاید امام که امام در اینجا گفته شاید شما به امام بعدی، به این امام صاحبکم، به این برسید یا نرسید، این خودش دلیل بر این هست که منظور امام 12، یعنی خودش تضاد داره با این که این امام 12 باشه، که این مطلب رو من به صورت مفصل بیان خواهم کرد. در روایت دوم این باب، در روایت دوم، من مطالبی رو که میخوام در این زمینه عرض بکنم همش مستند از خود این روایت هستن. در روایت این باب اینجا اومده در روایت دوم که یا بنی انه لابد لصاحب هذا الامر من غیبه، که برادر از امام موسی بن جعفر است. برادر موسی بن جعفر میگه که نقل میکنه از ایشون برادرشون که یا بنی انه لابد لصاحب الامر من غیبه حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، این در واقع این صاحب این امر غایب میشود زمانی که بسیاری از شیعیان از دین خودشون بر بگردن. خب بعد از این میبینیم که چیکار میکنند که فقلت یا سیدی، من گفتم که امام زمانتون که هست، امام زمان گفت که بله این نفر پنجم از فرزند هفتم من، نفر پنجم از امام هفتم، یعنی امام هفتم فرزند و نسل پنجمش می شود مهدی. فقلت یا سیدی من الخامس من ولد السابع، پنجم که فرزند پنجم امام هفتم کی است؟ فقال یا بنی عقولکم تصغر عن هذا، عقل شما کوچکتر از اینه که اینو بتونید درکش بکنید، و احلامکم تضیق عن حمله، و فکر شما و عقل شما کوچکتر از این است که بتونید این مطلب رو حمل بکنید. ولکن ان تعیشوا فسوف تدرکونه، اگر شما زنده باشید شما انشاءالله اینو فسوف تدرکونه، امام زمان رو، امام غایب رو میبینید. ببینید در اینجا امام موسی بن جعفر یه برادرش در واقع میگه که اگر شما زنده بمانید امام زمان را یا امام مهدی را، امام غایب را شما در واقع درک خواهید کرد و به اون میرسید. در روایت پنجم هست، در روایت پنجم روایت از زراره هست که و از ابو عبدالله اینو روایت کرده، و زراره این سوال میکنه که خب اگر من رسیدم به امام زمان، اگر من به امام زمان یا اون زمان غیبت من رسیدم، این ادرکت ذلک الزمان ای شیء اعمل، اگر من به زمان غیبت امام رسیدم من چه کاری رو انجام بدم؟ فقال یا زراره اذا ادرکت هذا الزمان فدعو بهذا الدعاء، ای زراره اگر به اون زمان رسیدی این دعا رو بخون. به زراره میگه اگر به اون زمان رسیدی این دعا رو شما بخون. این روایت پنجم هست. و در روایت 22 این باب روایت از امام جعفر هست، امام باقر، امام ابا جعفر، ام هانی میگه سألت ابا جعفر عن محمد ابن علی عن قول الله تعالی، این آیه رو برای من تفسیر بکن. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میگه که فقال امام یخنس سنه 60 و 200، امامی هست که سال 260 غیبت میکنه. میگه امام سال 260 غیبت میکنه. ببینیم این یک از اصحاب امام کی هست؟ امام باقر هست که سوال میکنه از امام باقر، و امام باقر میگه که امام زمان چه زمانی غیبت میکند؟ سال 260 غیبت میکند. ثم یظهر کالشهاب یتوقد فی الليل الظلماء فان ادرکت زمانه قرت عینک، اگر به زمان اون برسی واقعا خوشبخت میشی، اگر به اون زمان برسی خوشبخت میشوی. در روایت بعدی اومده فین ادرکت ذلک قرت عینک، اگر به اون زمان شما برسی، به زمان امام مهدی یا ظهورش یا غیبتش، شما در واقع به اون خوشحالی و شادمانی و قرة العین خواهید رسید. الان نکته که در اینجا وجود داره، وفات امام جعفر صادق سال 114 بوده. امام جعفر صادق، این روایتی که قبلی بود من از ایشون خوندم، ایشون سال 114 وفات کرده و امامتشون هم 19 سال بوده، 57 به دنیا اومده تا سال 114. امام باقر
امام جعفر هست و همچنین امام موسی کاظم متولد سال 128 هست و متوفی سال 183 هست. الان اگر ما بخوایم سال 260 رو، سال 260 در اینجا خود امام در این روایت 22 و 23 صراحتاً گفته بود که امام سال 260 در واقع ظهور میکنه و بعد به ام هانی گفته بود اگر شما به اون زمان برسید، در روایت قبلی گفته بود که اگر شما واقعا خوشبخت باشید اون زمان رو درک خواهید کرد. اگر این 260 رو ما منهای 140 بکنیم یعنی حدود تقریبا 140-150 سال دیگه باقی میماند. یعنی این که این راوی 140-150 سال بعد از امام جعفر صادق و زنده باشه، در اون وقت میتونه حداقل به زمان غیبت امام زمان برسه. اون موقع تقریبا چند ساله بود؟ خب حداقلش این که همون روز یعنی سال اول زندگیش باشه، سال اول زندگیش باشه این راوی رو، وقتی که امام بهش گفته که میرسی یا نمیرسی، شاید برسی شاید نرسی، این باید تقریبا 146 سال عمر داشته باشه تا اینکه به غیبت امام زمان برسه. به غیبتش تنها، به ظهورش که بحث کاملا جداگانه هست. این خودش این روایت 3-4 تا روایتی که من ذکر کردم، پس بنابراین این برمیگرده به این که منظور امام جعفر صادق از صاحبکم امام بعد از اون بوده. به اصحابی که اومدن از ایشون سوال کردند که آیا ما به امام به زمان غیبت میرسید؟ گفته امکان داره برسید، امکان داره که شما نرسید. وگرنه هر عاقلی میدونه که یک انسانی که حداقل در اون زمان که من کمترین به اصطلاح گزینه رو انتخاب کنه، حداقل روز اول زندگیش باشه، سال اول زندگیش باشه، تا زمان غیبت تازه به دنیا آمده باشه، تا زمان غیبت مهدی باید 146 سال داشته باشه تا اینکه به اون زمان برسه. جزاکم الله خیر جناب استاد. خب دوستان عزیز، شماره تلفن‌های برنامه زیرنویس شده و عزیزانی که تماس بگیرن انشاءالله در رابطه با موضوعی که ما مطرح کردیم در شروع برنامه انشاءالله صحبت بکنن و اینکه این امام زمان چه نفعی داشته در امور دینی و دنیوی مسلمان ها. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی، از کجا زنگ میزنید؟ سلام علیکم، خسته نباشید. ممنونم. خالد هستم از تهران. آقا خالد از تهران. آقا خالد عزیز، بله آیت الله محسنی میگه که کسی که اعتقاد داشته باشه که امام زمان در زمان غیبت به درد امور دینی ما میخوره انسانی است دیوانه. نظر شما چیه در این مورد؟ لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم بفرمایید. عزیزان بیننده‌ای که تماس میگیرن من خواهش میکنم صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید و از طریق گوشی تلفن صحبت بکنید. کسانی که صدای تلویزیونشون خاموش نباشه من مجبور میشم تماسشون رو قطع بکنم. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دوباره عرض سلام دارم خدمت استاد گرامی جناب مولانا عبدالقدوس دهقان. میشه خودتون رو معرفی کنید بیننده گرامی، از کجا زنگ میزنید؟ من آقا فراز هستم از ایران تماس میگیرم. بفرمایید بیننده گرامی. بله شافعی مثلا هستم. بفرمایید. بله بعد میخواستم اینو بگم که باز من عرض سلام خیلی 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 بزرگی دارم خدمت جناب آقای عبدالقدوس دهقان. بیننده گرامی سلام و تحیات شما رسید. نظرتون در مورد موضوع برنامه که آیا این امام زمان شیعیان به درد امور دینی مردم میخوره در این زمان یا نه؟ ببینید آقای انصاری، من اگر شما اجازه بدید من در مورد این خصوص من در این خصوص یه مورد خیلی خوبی بله سلام علیکم. الو
بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ خب این کاری نداره، یکی از این همه مفتخور که در حوزه علمی قم جمع شدن دارن از وجوهات شرعی که از جیب مردم مظلوم ایران به نام خمس دارن میدزدن آخوندا جمع میکنید به اینا میخورانید فربه شدن. خب زنگ بزنن در این مورد صحبت بکنن، مشکلی نیست. ما داریم از کتابای خودتون بیان میکنیم، از اصول کافی، از به اصطلاح مرات العقول مجلسی، از کتابای خودتون، مصادر دست اول خودتون. حالا 4 تا ساندیسخو رو موظف کردید که زنگ بزنن و فوش بدن و حقیقت مذهب خودتون رو آشکار بکنید. این فکر نکنم که سودی داشته باشه به حال دین و مذهبتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من عبدالرحمن هستم از شاوره تماس میگیرم. آقا عبدالرحمن، نظرتون در مورد امام زمان شیعیان که به درد امور دینی مردم در دوران غیبت نمیخوره چیه؟ من یک مطلب میدیدم در جناب شیخ مقیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه وصال حق؟ برنامه وصال حق. خواهر گرامی از کجا زنگ میزنید و خودتون رو معرفی بفرمایید؟ من از ایران زنگ میزنم، از کردستان. بفرمایید خواهر گرامی. با تشکر از برنامه خوبتون، واقعا من اهل تسنن هستم. خیلی خیلی برنامه‌تون خوبه. تشکر از شما. بعد یه سوال خدمتتون داشتم برادر گرامی، در مورد مشروب میشه الان مطرح کنم؟ والا اگر اینو روز دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنید ممنونتون میشم خواهر گرامی. ممنون. بعد یه سوال دیگه، من شوهرم یکی با خانوادهش اختلاف داره. خب من کاری کردن، دخترم دو دوران نامزدی کارش به طلاق کشید، تو مردم رسواش کردن با حرفای بد دیده. الان شوهرم میگه من انتقام میگیرم ازشون. گفتم اگر میشه از اون حاضر راهنمایی کنی، من دوشنبه دوباره مزاحم شما میشم. باش. تشکر از شما. تشکر از شما خواهر گرامی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید، شما رو خط هستید. سلام جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید بیننده گرامی؟ من رحمانم، از ایران تماس میگیرم. آقا رحمان عزیز، آیت الله محسنی میگه که هر کس که بگه که این امام زمان به درد امور دینی مردم در زمان غیبت میخوره، این انسان دیوانه است. نظر شما چیه در این مورد؟ بله، وقتی شما به امام زمان دسترسی نداشته باشید، مطمئناً از فیوزاتی که براتون به حساب خواهد آورد هیچ استفاده نخواهید کرد. چرا؟ عرض میکنم من خدمتتون. ببینید یک آیه تو قرآن هست میگه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یعنی اگر شما خدا را ولی خودتون قرار بدید، شما از ظلمت به طرف نور خواهید رفت. بله. یک زمانی بود که شریعت می اومدن برای اینکه امراض انسانها را به حساب درمان کنن، سرشون به حساب مکه‌کاری میکردن شیطان از اون خارج بشه و فلان و فلان. یعنی ولایت خدا در خلقت عزیزم آقا رحمان عزیز، ما توی این مسائل استادیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآن است که برای مؤمنین شفا هست، چه امراض حسی چه امراض غیر حسی. شما در مورد امام زمان به عنوان یک شیعه شما بیاید از آقا رحمان عزیز شما یکی از فواید دینی که الان نصیب حال جناب علی شده به عنوان یک شیعه رو بیان بفرمایید. الان عرض می‌کنم. ببینید شما این انسان تا موقعی که ولایت خدا را در خلقت قبول نداشت، به حساب توفیقی حاصل تا اینکه
فهمید که خداوند خلقت بر اساس قدرت و قانون آفریده و همه چیز در جای خودش هست مثقال ذره. یعنی من یک پزشکم، یه سدیم در بین 135 تا 150 اگه بالاتر بره شما هایپرناترمی میگیرید میمیرید. این قانون خداست، این اراده خداست. ما این اشتباه میگیریم که بعضا میگن خدا نمیتواند فلان کار رو انجام بدهد. آقا رحمان عزیز، من خیلی جناب دکتر من خیلی عذر میخوام صدای شما را قطع میکنم. ببینید ما در مورد این مسائل نمیخوایم صحبت بکنیم. بفرمایید مستقیم برید. به نظر من ولایت خداوند رو در شر باید قبول کرد، یعنی قوانین خدا رو ما باید بهش استناد بکنیم تا به حساب از طرف ظلمت به طرف نور بریم. و سومین مطلب، ولایت خدا را در حکومت باید قبول بکنیم تا از ظلمت به طرف نور برسیم. بشریت چندین سال طول کشید خلقت ولایت خدا را در خلقت قبول کند. جناب دکتر خواهش میکنم خیلی مختصر جواب سوال من رو بدید. الان شما در دوران نور زندگی میکنید یا ظلمت؟ الان در دیگه عرض میکنم که تا حدی ما استفاده از نور میکنیم که به این چیزهایی که وجود داره به حساب ما رجوع کردیم، یه مقداری به طرف نور حرکت میکنیم. چرا ولایت خدا را در خلقت؟ آقا رحمان عزیز، من از ولایت خدا صحبت نمی کنم. ولایت خدا رو هر کس منکر بشه لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس بر او باد و جاویدان در آتش دوزخ میمونه. من در مورد امام زمان دارم صحبت میکنم. جناب دکتر، شما عقل دارید، شعور دارید. در این زمان الان شما به عنوان یک انسان مسلمان، فرقی نداره چه شیعه چه سنی، چه استفاده هایی از فیوزات ربانی و ولایی حضرت قائم حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه و شریف و کشف الله سره کرده اید؟ شما اینو میشه بیان بکنید خیلی مختصر و ساده که بینندگان ما متوجه بشن؟ خب قطع کردم. من تشکر میکنم از بینندگان عزیز و گرامی و امیدوارم که دوستانی که تماس میگیرن در مورد این موضوع بتونن صحبت بکنن که چه استفاده ای از این فیوزات امام زمان در دوران غیبت. جناب استاد تعلیقی اگر دارید روی این تماس بفرمایید. بله، در واقع بحث امامت امام زمان و انتساب ایشون به امامت، بحث ولادت ایشون، بعد از این بحث امامتشون، بحث غیبتشون و بحث رجعتشون، اینها یک مباحثی هست که مباحث شرعی هست، مباحث نقلی هست. برای اثبات این مباحث ما باید دلیلی از قرآن داشته باشیم و دلیلی از روایات صحیح و صریح داشته باشیم. ما یعنی منظورم شیعیان هست، امامت را و خصوصا امامت محمد ابن حسن عسکری را، مهدی زمان را جزء اصول خودشون میدونن و این اصول دینی هست، اصول عقلی نیست، اصول فلسفی نیست. امامت امام زمان را باید با اصول دینی و شرعی از قرآن و حدیث باید بیان بکنن و این که دلایل فلسفی رو برای این مطرح بکنن در کتاب بهار الانوار در واقع در این زمینه مطالبی رو ذکر کرده و غیر از مجلسی افراد دیگری دلایل فلسفی و عقلی رو برای وجود امام ذکر کردن، اما هیچ دلیل عقلی و فلسفی نمیتونه ثابت بکنه که محمد ابن حسن عسکری امام 12 شیعیان هست و نفی برای شیعیان امروزه داره. اگر واقعا امامت یک امر الهی هست، امامت یک منصب الهی و منصبی هست که از جانب خدا و رسول به ائمه شما رسیده، شما باید از جانب خدا و رسول دلایل بیاورید و این امامت را ثابت بکنید. از قرآن دلیل بیاورید، از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل بیاورید، حتی از اقوال خود ائمه که در کتاب خودتون هست بیایید یک دلیل صحیح و صریح در این زمینه شما برای این مطلب بیان بکنید که متاسفانه در این زمینه دلیل رو ندارن، مجبورن به کلیگوهای فلسفی، استدلالات فلسفی و منطقی رو بیارن که به هیچ عنوان ما رو ملزم نمیکنه که به یک اصل دینی که فقط و فقط مستندش نمیدونم فلسفه باشه، عقل باشه، اگر اینم که صحیح باشه ما یعنی تسلیم بکنیم این امور فلسفی و عقلی رو، باز هم این یک امر موجبی برای ما نیست که ما به این مجبور باشیم که ایمان داشته باشیم.
من این روایت 15 بود که در اینجا ذکر کردم. اگر اجازه بدید من در این فرصتی که باقی مونده روایت 27 این باب را که یکی از روایات صحیح بود، من قبلا عرض کردم که روایت 15 و روایت 27 روایتی هستند که جز روایات صحیح بود. این دو تا روایت را آقای مجلسی به صورت صراحت و با یک جمله گفته بود که این روایات صحیح هستند. روایت دیگری که بود حسن بودند یا روایتی که صحیح یا مجهول بود یا موثق کس صحیح بود. اینا ان شاء الله در ادامه برنامه در جلسه بعد ان شاء الله مطالبی رو در این زمینه خدمت بینندگان عزیز من عرض خواهم کرد. در روایت 27 که یک روایت صحیح است، آقای مجلسی هم اینو تصحیح کرده. در اینجا روایت هست از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم. این روایت از هشام ابن سالم هست. عن ابی عبدالله که اینو روایت کرده از امام ابو عبدالله قال یقوم القائم وليس لأحد في عنقه عهد ولا عقد ولا بیعة. از این روایت هیچ گونه دلالتی بر اثبات قائم بودن یا غیبت محمد ابن حسن عسکری ثابت نمیشه، مثل روایت دیگری که من قبلا بیان کردم برای شما. یک کلیگویی هست، یقوم القائم، قائم بلند میشود و قیام میکند. خب در روایت قبلی صراحتا اومده بود که خود امام جعفر صادق ادعا کرده بود که من قائم هستم بنابر روایتی که در نوبختیون آورده بود، یا روایتی که صاحب رو معرفی کرده بود که صاحب شما که من گفتم که صاحب شما غیبتی دارد، این صاحب امام کاظم هست و این موارد دیگر. در این روایت هم امام ابو عبدالله میگه که یقوم القائم، قائم یه وقتی قیام میکند. در چه حالتی؟ ولیس لاحد فی عنقه عهد ولا عقد ولا بیعة. در حالتی قیام میکند که امام قائم هیچ گونه عهد و پیمانی و بیعتی برگردنش نیست، هیچ گونه عهد و پیمان و بیعتی برگردنش نیست. این میگن خب این امام 12 است. در این هیچ گونه صراحتی نیومده که قائم شما امام محمد ابن حسن عسکری و امام 12 باشه. اضافه بر این از این روایت میتونه افراد دیگر هم استدلال بکنن. خود ناووسی که معتقد هستند که امام جعفر صادق امامشون هست و مهدی موعود هست و گفته من دوباره برمیگردم، اگر من کشته شدم از بالای کوه سر منو غلطاندن، شما باور نکنید من مردم، صاحب شما من هستم. خود امام جعفر صادق یا امام موسی کاظم که واقفیه معتقد بون هستند، یا اسماعیل ابن جعفر یا محمد ابن جعفر که در واقع مبارکی معتقد بودند که ایشون امام هست، این ائمه زمانی که ظهور میکنن هیچ یک از اینها بیعتی برگردنشون نیست. بالفرض ما قبول بکنیم که امام جعفر صادق و بقیه ائمه‌ای که بودن اینها بیعت کردن با امام زمان خودشون، که شما اینو قبول نمی‌کنید مگر در این زمین روایت هست که اینا بیعت کردن. این خودش یک دلیلی هست بر این که تمام ائمه شیعه با امام زمان خودشون با خلفای زمان بیعت کردن. از این روایت فهمیده میشه و روایات صریح دیگری هم در این زمینه وجود داره که علت غیبت مهدی این هست که ایشون هیچ گونه عهد و پیمانی برگردنش نباشه. خب این حرفو کی قبول میکنه؟ امام جعفر صادق زمانی که رجوع بکنند، یعنی بعد از این غیبتی که فعلا دارن اگر دوباره برگردن، اسماعیل ابن جعفر اگر دوباره برگردن بنابر قول اسماعیلیه، محمد ابن اسماعیل اگر رجوع بکنه دوباره از غیبتش بازگرده بنابر قول مبارکیه، و امام موسی کاظم اگر رجوع بکنه دوباره به دنیا بر بگرده بعد از این غیبتی که داره، خب در اون زمان هیچ بیعتی برگردنش نیست. ولو اینکه در زمان خودش بیعت کرده باشه و عهد و پیمانی برگردنش باشه، الان اون کسانی که امام موسی کاظم، امام جعفر صادق، امام اسماعیل، امام شیعیان یا محمد ابن اسماعیل زمانی که اونا بیعت کردن، اون کسی که باش بیعت کردن اون کلا از دنیا رفته. امروز اصلا وجود نداره که ما ادعا بکنیم که ایشون به خاطر این که هیچ بیعتی نداره. از همین حدیث میتونن استدلال بکنن، هم ناووسی استدلال میکنن، مبارکیه و واقفیه و بقیه استدلال میکنند که بله امام ما هم زمانی که بیاد و از بنابراین هیچ گونه عهد و پیمانی بر عهده‌اش نیست و بیعتی رو با کسی نکرده، زیرا اون کسانی که باشون بیعت کرده بوده اونا همه از دنیا رفتند و در فعلا وجودی رو ندارند. بله جزاکم الله خیر استاد. بله بیننده گرامی سلام الله علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من علی هستم، از امارات زنگ میزنم. آقا علی از امارات، بفرمایید آقا علی گرامی. من آقا یه اعتقادی از شما داشتم. من
بفرمایید. صدات نداره. آها. بفرمایید. من میخوام بگم شما حیف این وقتتون نیست که دادید به امام زمان. امام زمانی که الان نه وجود داره و نه ما ازش فایده میبریم و نه بردیم و نه قبلی های ما بردن و نه بعد از ما میبرن. درست. به نظر من اون برنامه های قزوینی و این برنامه هایی که دروغ هایی که اینا دارن میدن به مردم ستمکار ایران، به مردمایی که واقعا نمیدونن، یعنی اینی که من میگم نمیدونن، باور کن حق دستشونه. یعنی مثلا مردم خود ایران اولا که عربی نمیدونن، قرآن عربی نازل شده. اینا هم دیگه همینطوری که از قبلا اماماشون همین آخوندها مثل قزوینی و غیر قزوینی هر چی داشتن و نداشتن تو مخ اینا فرو کردن. دیگه اینا حالا با اون وجهی رسیدن که دیگه شما هر چی بگید از این امام زمان اینا سرشون نمیشه. الان من خودم دوست برنامه‌ای که شما دارم میبینم از امام زمان داره صحبت میکنید، واقعا هیچ فایده ای نمیبریم. درست. من آقا علی دلم میخواد برنامه‌اش. بله بفرمایید. آقا علی گرامی، شما فکر نمی کنید که الان تقریبا بیش از 80-90 میلیون جمعیت ایران هست، بر این همه جمعیت ستم کشیده به اصطلاح به نام همین امام زمان دارن حکومت میکنن؟ ببینید همه این مردم به اصطلاح در یک حالت انقیاد در مقابل اینا به سر میبرن، چون با این خرافات و با این خزعبلات مردم رو فریب دادن. آیا فکر نمی کنید وجود این برنامه سبب میشه که حداقل توده ای از مردم بیدار بشن و این حلقه غلامی رو از گردنشون بندازن دور و این سبب بشه که تغییری بیاد در بین این کشور؟ این حرف شما من 1,000,000% تایید میکنم. بله. من فقط منظورم به این برنامه شما، فقط نه برنامه های دیگه تون. اصلا برنامه هاتون واقعا حرف نداره. خیلی از مردم من دارم میبینم، دارم اینجا، من در امارات که هستم، همین خیلی تشیع دارم میبینم، این برنامه ها دارن میبینن و یکی یکی دارن میان به سمت همین به دین حقیقت. الحمدلله. من فقط اینی که از شما دارم صحبت میکنم فقط به خاطر این برنامه امام زمان که الان دارم میبینم واقعا چیزی نیست که یعنی آدمایی که الان مثل به قول خودشون تو با طلاق گیر کردن در بیاره. مگر این چیز الان اینا یه آدمایی هستن اینا که من میشناسم اینجا که واقعا مثل چطوری بهت بگم، یعنی اونقدر علمی ندارن، آدمای ساده ای هستن بیشترشون. این آدم ساده با همین کلیپایی که شما دارین تهیه میکنید که واقعا بگم دستتون درد کنه با این کلیپاتون، این کلیپ ها به نظر من خیلی بیشتر اثر میذاره رو این مردم. این امام زمان و این غیر امام زمان، این بابا اگر امام زمان بود که حالا میومد، حالا اگرم بیاد. جزاکم الله خیر. تشکر آقا علی عزیز. خیلی متشکرم از شما و همچنین از آقای دیقان، بهشون هم سلام میرسونم و خدا قوت میدم به همه تلویزیون‌های توحیدی. سلامت باشید. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. تشکر میکنم از آقا علی. پیام ایشون رو انشالله به مسئولین شبکه میرسونیم که دیگه حرف مختصر ایشون این بود که بین امام زمان انقدر اهمیت ندید که در موردش برنامه بذارید و صحبت کنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام آقای انصاری، خسته نباشید. علیکم السلام. بیننده گرامی، خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من از استان گلستان زنگ میزنم. از استان گلستان. بفرمایید بیننده گرامی. سوال برنامه این است که آیا این امام زمانی که ادعا میکنند در غیبت وجود داره به درد دین مردم خورده یا نه؟ آقای انصاری فکر کنم این امام زمان اگه وجود داشت به درد مردم میخورد. وقتی که وجود نداره اصلا به دردی هم نمیخوره. تشکر از شما. تشکر از شما. آقای انصاری خبری هم میخواستم به شما بفرمایید. الان برنامه سرا و رحیات شبکه کلمه رو ولایت رو دیدم. با جناب اسماعیل بخاری گفتن سقنید یه سوکه دادن میگم قرمون خدا. باشه چشم. در این مورد ما گرچه در برنامه روسته که صحبت کرده بودیم. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من مرداد مرتضایی هستم از شبکه داشته باشه. بله الو، بفرمایید آقا مهرداد، بفرمایید. قطع کردد. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم. بیننده گرامی لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه وصال حق. وصال حق، لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ عباس هستم از خوزستان. آقا عباس از خوزستان. آقا عباس عزیز، امام زمان در دوران غیبت آیا به درد دین مردم میخوره یا نه؟ اولا اینکه خیلی تشکر میکنم از برنامه شما که محتوای برنامه شما دلیل بر این میکنه که شما 11 امام رو اول پذیرفتین و بعد بحث و جدل میکنین روی 12 امام که در غیبت هست آیا ضرری داره یا سودی داره. من خیلی خوشحالم از این که شما حداقل 11 امام رو اول پذیرفتین و جدلتون روی 12 امام. این خیلی خوب. ما در این شکی نداریم این 11 نفر از ائمه مسلمین هستند، از علمای اهل سنت هستند و ما بیشترین روایت ها را از اینا داریم نسبت به کتاب های شما و اینو ما در برنامه هم نشون دادیم که شمایی که ادعا میکنید ما اصلا شاکریم. ما شاکریم. آقا عباس عزیز، حبیبی، آقا عباس ببینید، خیلی به جایی که فلسفه بگید خیلی مختصر. امروز شما به عنوان یک شیعه، امام زمان چه دردی از دردهای دینی و دنیوی شما رو دوا کرده؟ خب بفرمایید اینو خیلی مختصر، به جای اینکه حاشیه بری چون وقت برنامه. بفرمایید. چش حاشیه نمیرم، ولی شما اگر وقت بدین در اندازه 1 دقیقه من عرض میکنم. فقط 1 دقیقه بفرمایید. اگر از دیدگاه شیعه بخواید نگاه بکنیم، تشیع نگاهش نسبت به امام زمان مبنی بر اینه که در 12 امام کسی خواهد آمد که تکمیل کننده رسالت نبوی است و اسلام رو جهانی خواهد کرد طوری که در تمام دنیا اسلام حاکم خواهد شد. و اگر شما در کتاب‌های خودتون هم مراجعه بکنید، ابن عربیه یا خیلی از کتاب‌هایی که نوشته شده از اهل سنت، مبنی بر اینه که از فرزندان فاطمه زهرا کسی ظهور خواهد کرد که اسلام جهانی خواهد کرد. بله. این امام زمان نمیخواد بیاد ما احکام فقه رو یاد بده به قول خودتون که فرمودین تشریع چطوری بگیریم، بریم وضو چطوری بگیریم. نه، کار این شخص جهانی کردن اسلام هست و رساندن به تکامل رساندن رسالت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه. آقا عباس عزیز، من فقط یک نکته رو اینجا اشاره بفرمایم. شما چندین موضوع رو مطرح کردید، فرمودید که این امام تکمیل کننده رسالت نبوی است. این حرف شما کفر آشکاره برادر عزیز. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در روز عرفه در آخرین حجة الوداع میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم، دین تکمیل شده، نیاز به تکمیل نداره. لطفا اینو تصحیح بفرمایید، ادامه صحبت شما رو میشنوم. عرض می‌کنم خدمتتون. اولا اینکه ما در قرآن کریم همینی که داریم این هم داریم که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اگر دستور تبعی ادامه آیه رو بخونید آقا عباس ادامه آیه رو بخونید. اگر که به اختلاف رسیدید فان تنازعتم فی شیء فردوه فردوه الی من. آقا عباس عزیز، افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. آیه رو کامل بخونید. در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. نگفته الی الله و الرسول و الامام. بحث من یعنی اولو الامر هستش. آیا اولو الامر در زمان ما کیه؟
امین آفرین. در زمان شما فرمودید که وظیفه امام تنها این نیست که برای مردم وضو کردن و مسائل عادی رو یاد بده. امام 12 وجود داره، بالای ابرها هست. من همین سوالش خودتون رو از خودتون میپرسم. آقا عباس عزیز، امروز امام زمان شما کیه؟ عرض کنم خدمتتون، در زمان امامان ما هستن بودن کسانی که شیعه میرفت از اونها سوال میکرد. یعنی خود امام زمان، یعنی امام جعفر صادق یا اهل بیت سلام الله علیه تشریف داشتن ولی میرفتن از شاگردانشون سوال میکردن. در همین زمان هم اصلا نیازی نیست امام زمان ما باشه ما بریم از اونها سوال بکنیم. آقا عباس آقا عباس گرامی، پس نیازی به وجود امام زمان نیست، شاگردانشون هستن که مشکلات مردم رو حل بکنن. اجازه بدیم در مسائل جزئی بله، در شما میخواید یک مسئله شرعی رو از یه نفر سوال بکنید، نیاز نیست که بین رئیس جمهور مملکت سوال بکنید. از همون امام جمعه جماعت سر مسجد هم میتونید، سر محله هم میتونید سوال بکنید. خب آقا شما استدلالی که میارید استدلال مع الفارق هستن. آقا عباس استدلال ما استدلال مع الفارق است. جناب عالی امروز میدونید که صدها دهها فرقه شیعه وجود داره در دنیا. حالا اهل سنت به جهنم. همین امام زمان شما چرا نمیاد؟ آقا عباس عزیز، چرا همین امام شما میگید در کتاباتون میگه که کسی به ولایت یکی از این اماماتون رو انکار بکنه جهنمیت جاودان در آتش دوزخ است. این عقیده شماست. آقا عباس عزیز، همین امام زمان شما گفتین که اهل سنت به جهنم، خودتون دارین توهین میکنید به اهل سنت. عزیزم این اعتقاد شماست، این اعتقاد شماست. شما میگید که من جهد اماما من عزیزم میگه که من جهد اماما من الائمه خالد مخلد فی النار. این عقیده شماست، در کتاباتون اومده. من سوال من از شما اینه، اهل سنت رو که شما جهنمی میدونید، همین شیعیان علی رو که شما بهشتی میدونید. آقا عباس اجازه بدید من صحبت کنم. همین شیعیانی رو که شما بهشتی میدونید چرا امام زمان نمیاد مشکلات همینا رو حل نمیکنه؟ عده‌ای اسماعیلیه شدن، عده‌ای زیدیه شدن، عده‌ای اثنا عشریه شدن، عده‌ای نمیدونم آقا عباس عزیز یک روایت بیارید که یک مالکی. آقا عباس گرامی خلط نکنید بین موضوع. شما میگید که شیعیان اسماعیلی کافر جاودان در آتش دوزخ هستند چون که به امام زمان شما اعتقاد ندارن، بعد از امام جعفر صادق به کسی دیگه اعتقاد ندارن. اما شما یک روایت بیارید از اهل سنت که شافعی گفته باشه حنفی کافره، حنفی گفته باشه مالکی کافره. یک روایت بیارید. من عرض میکنم اگر اجازه بدید نه من اجازه نمیدم. شما اول اینجا یک ادعای باطل کردید، گفتید که اختلافات شما شیعیان هم مثل اختلافات اهل سنت است. یک روایت بیارید که اهل سنت هم دیگر رو تکفیر کرده باشه. عرض میکنم در خیلی از مسائل شرعی و در خیلی مسائل اساسی تکفیر آقا ببینید در مسائل شرعی من نمیگم، در مسائل فقهی شما گفتید تکفیر کردن هم دیگر رو کافر میدونم مثل شیعیان اسماعیلی و شیعیان اثنا عشری. یک روایت بیارید. عرض میکنم عقاید شیعه. من تشکر میکنم از آقا عباس عزیز. من خیلی عذر میخوام که صداتون رو قطع کردم به خاطر اینکه شما از جواب دادن فرار میکردید. جناب استاد بفرمایید. این آخرین تماس بود. من عذر میخوام از عزیزانی که پشت خط. بحث ما در این زمینه روی آیات و روایت هست. یک موضوع جناب استاد اگر اشاره بفرمایید که بعضی بینندگان فکر میکنن که ما اعتقاد به مهدویت نداریم، به خاطر همین این بحث رو مطرح میکنیم. نه، بحث ما بینندگانی که اینو دنبال کردن، بحث ما کتاب بررسی روایات کتاب الحجت بود، دلایل امامت ائمه اثنا عشر بنابر مفهوم شیعه، بنابر تصوری که شیعه دارن. وگرنه ما حضرت علی رضی الله تعالی عنه امام خودمون داریم، حضرت حسن رو، حضرت حسین رو، حضرت زین العابدین رو، باقر رو، جعفر رو. ما روایت خیلی زیادی رو در بهترین و صحیحترین کتابای خودمون، در کتاب صحیح مسلم و بقیه کتابها ما از روایات در واقع نقل کردیم از ائمه، همین کسانی که میگن ائمه اهل بیت هستند، اینا در واقع ائمه اهل سنت و الجماعت بودند. اما بحث ما روی مفهوم امامت از دیدگاه شیعه هست. آیا امامت با اون تعریفی رو که شیعه دارد برای یکی از این ائمه ثابت هست یا ثابت نیست؟
در ابتدا ما بحث کردیم در این زمینه ابوابی رو که درباره ائمه اثنا عشر بود، روایتی که در این زمینه اومده بود، ما اینها رو بررسی کردیم و نهایتا یعنی در وسط این ابواب موند و چون که بحث امام زمان شروع شد و ما آغاز کردیم درباره 15 شعبان که ولادت امام زمان ادعا می‌کنند که هست، ما این مطلب رو این باب بررسی کردیم، گفتیم به خاطر اینکه یک تسلسل بین مطالب باشه این مطلب رو کاملا به پایان برسانیم و بعد از این دوباره برگردیم به اول کتاب حجت و بحث امامت حضرت علی و بقیه ائمه‌ای که در واقع وجود دارند. و این امامت رو بحث امامت یکی از اساسی ترین عقاید شیعه هست و معتقد هستند که این یک منصب الهی هست و اگر امام در دنیا وجود نداشته باشه روایات بسیار زیادی اصلا ابوابی رو در این زمینه منعقد کردند که حتی یک روز هم دنیا باقی نمیمونه بلکه تمام دنیا از بین میرود، زیر و زبر میشود، لساخت الارض و زمین کلا فرو میرود. بحث ما این هست که آیا چنین امامتی اعم برای حضرت علی، حسن، حسین یا برای امام مهدی که موهوم هست و اصلا وجودی رو نداره آیا ثابت هست یا ثابت نیست؟ بحث امروز ما در این باب این بود که این بابی رو که آقای کلینی اومده بود اینو برای اثبات این که مهدی وجود دارد و غایب هست. من عرض کردم که این باب به جای این که اثبات غیبت امام باشه، امام مهدی باشه، این برای اثبات عدم وجود امام مهدی هست و دلایلش رو مقداری رو من عرض کردم. به خاطر ضیق وقت انشالله باقی مانده مطالب رو در برنامه آینده من خدمت بینندگان عرض خواهم کرد. فقط یک نکته آخری که درباره این روایتی که روایت صحیح که روایت 27 روایت 15 رو ما در اینجا معرفی کردیم که راویش علی ابن حکم بود که یک فردی هست معتقد به تحریف قرآن و روایت قرآن 17000 آیه رو ایشون روایت کرده بود. دقیقاً این روایت دومی که از امام ابو عبدالله نقل کردن این هم از هشام ابن سالم هست. اون روایت 17000 آیه قرآن از علی ابن حکم بود و راوی بعدش هشام ابن سالم هست. یعنی این هر دو تا روایت از کسانی هستند که معتقد به این هستند که قرآن یک قرآنی هست بوده که بر جبرئیل بر رسول الله نازل کرده 17000 آیه بوده و غیر از این هشام ابن سالم یک فردی هست که بنیانگذار بحث در واقع جسمانیت الله متعال بوده. در کتاب اصول کافی در جلد 1 این کتاب در صفحه 101 بابی رو داره به نام النهی عن صفتی بغیر ما وصف به نفسه. روایتی هست که محمد ابن حسین روایت میگه، روایت سوم این باب هست، میگه دخلنا علی ابی الحسن الرضا فحكينا له ان محمد صلی الله علیه وسلم راى ربه في صورة الشاب الموفق في سن ابناء 30 سنه وقلنا ان هشام ابن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون انه اجوف الى السره والبقيه صمد. که این هشام ابن سالم و بقیه افرادی که در اینجا ذکر شده اینها معتقد هستند که خداوند متعال تا نافش در واقع اجوف هست، یعنی تو خالی هست، و البقیه تو صمد و بقیهش تو پر هست و چین نداره. این در واقع این هشام ابن سالم راوی قرآن 17000 آیه هست و اضافه بر این بنیانگذار تفکر جسمانیت و تشبیه الله متعال است و چنین روایتی به هیچ عنوان نه اهل سنت چنین افرادی رو قبول دارند و نه شیعیان عاقل میتونن چنین مطلبی رو درباره خداوند متعال و درباره قرآن از چنین افرادی قبول بکنند. جزاکم الله خیر. من فقط یک نکته رو خدمت عباس آقای عزیز از کتاب من لا یحضر الفقیه، البته کتاب‌های دیگر شیعه هم این مطلب رو داره، دوستان عزیز نشون بدن. این من لا یحضر الفقیه است، این حدیث شماره 5192. در اینجا سوال میشه که ارایت من جهد اماما منکم ما حاله، کسی که یک امامی رو انکار بکنه حالش چیه؟ فقال من جهد اماما برع من الله و برع منه و من دینه فهو کافر مرتد عن الاسلام. کسی که یکی از امامان رو انکار بکنه الله از او بری هست و او بری است از دین اسلام و کافر و مرتد هست و در آتش جهنم طبعا کفار و مرتدین در اونجا جاشون هست و خونش مالش مباح هست. اینم ترجمه همین حدیث شماره 5192. هر کس امام حق را منکر شود او از خداوند بیزاری جسته و همینطور از او و از دین او و او کافر است و از اسلام بازگشته و مرتد شده است، زیرا امام از جانب خداوند است و دین او دین خداست و هر کس از دین خدا براءت جوید پس او کافر است و خونش در چنین حالی مباح است. این کتابی است که در جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و در اونجا پخش شده و این روایت هم روایت صحیح است که تصحیح شده در رجالش در کتب شیعه. این است آقا عباس دین شما. وقتی من گفتم که میگید اهل سنت به جهنم، منظورم اینه که اعتقاد شما این است. اما این که ادعا بکنید که ما پیرو
اهل بیت هستیم یا شما پیرو اهل بیت هستین. جناب استاد قبلا اینو در یکی از برنامه اشاره کرده بودن، من دقیقاً در همون برنامه اینو یادداشت کرده بودم. مجموعه احادیث و روایاتی که شما از 4 کتاب معروفتون که الکافی و من لا یحضر فقیه و تهذیب و استبصار کتب اربعه شما از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، تنها 644 کتاب است از بین 44,000 روایت و تعداد روایاتی که تنها در کتاب کافی صحیح‌ترین کتاب شما وجود داره 16,000 روایت هست که تنها از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 92 حدیث روایت شده در این کتاب. حالا شما هستید پیرو پیامبر یا ما هستیم پیرو پیامبر؟ روایت فاطمه زهرا، شما در کتب اربعه‌تون هیچ روایت از فاطمه زهرا ندارید در 4 کتاب معتبر و صحیحتون و ما 11 روایت از سیدة النساء العالمین فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها داریم که 8 روایت این در کتاب مسند امام احمد است. در مورد علی، شما خودتون رو شیعه علی میدونید، تعداد روایت هایی که در کتب اربعه شما از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وجود داره فقط 690 روایت هست و تعداد روایاتی که از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در کتاب های ما وجود داره در کتب اهل سنت بیش از 1583 روایت است، یعنی تقریبا 3 برابر روایت های شما. همچنین از امام حسن، از امام حسین و از بقیه ائمه اهل بیت، امام زین العابدین، امام محمد باقر. پس به اسم اهل بیت مردم رو فریب ندید. عباسقا و روافض و مراجع شیعه، شما پیرو اهل بیت نیستید، پیرو عبدالله ابن سبع یهودی هستید. نکته پایانی جناب استاد، از وقت برنامه گذشته. من این نکته که شما اشاره کردید روایتی رو که اهل سنت و الجماعت از حضرت علی رضی الله تعالی عنه داره 1583 روایت هست. نکته جالبترش این است که روایات حضرت ابوبکر و عمر و عثمان اینها رو در یک ترازو بگذارند، روایات حضرت علی رو از دیدگاه اهل سنت که در کتب اهل سنت اومده اینا یک طرف باشند، باز هم روایات حضرت علی رضی الله تعالی عنه نزد ما از روایات 3 خلیفه اولی بیشتر هست. بله. یعنی باز هم یعنی حدود 50-60 یا 80 روایت باز هم روایات حضرت علی رضی الله تعالی بیشتر از مجموع روایات ابوبکر و عمر و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم است. اگر این دلیلی داشته باشه، مدلولی داشته باشه، مدلولش این است که واقعا اهل سنت و الجماعت. حالا من نمیخواستم ادامه این رو بیان بکنم، یعنی از امام حسینی که خودشون رو کشتن برای امام حسین رضی الله تعالی عنه تنها 7 روایت دارن در این 4 کتابشون. اهل سنت 43 روایت دارن از ایشون در این کتاب ها. یعنی فرق بین زیاد از بین کسی که ادعا بکنه و بین کسی که عمل بکنه. جزاکم الله خیر جناب استاد و جزاکم الله خیر بینندگان عزیز و گرامی که بیننده برنامه حجت بی حجت بودید. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان و عذر میخوام عزیزانی که تا هنوزم پشت خطا هستن و زنگ میزنن. ان شاء الله سعی میکنیم در هفته‌های بعد وقت بیشتری برای شما عزیزان قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.